بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت با شما عزیزان هستیم و کارشناس محترم برنامه حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در استودیوی شبکه جهانی وصال حق حضور دارند که من قبل از همه چیز خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم. حیاکم الله شیخ. من هم خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم. بینندگان عزیز گرامی، اگر به یاد داشته باشید در هفته گذشته در مورد یکی از ائمه بزرگوار اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردیم، امام بزرگوار امام زین العابدین علی ابن الحسین، و در مورد فضائل ایشون و زندگی ایشون از مصادر اهل سنت مطالبی رو بیان نمودیم و همچنین از صحیح ترین کتاب شیعه، کتاب اصول کافی، احادیثی رو که در مورد ایشون بیان کرده بودن رو هم مورد بررسی قرار دادیم و فرق بین دو راه رو دیدید که تفاوت راه اسلام حقیقی و ناب محمدی و اسلام ساخته عبدالله ابن سبع یهودی و کتاب هایی که درست کردن که سراسر مملو از طعن و دشمنی با اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، البته زیر ماسک محبت دروغین، زیر ماسک شیعه گری. در برنامه امروز هم میخواییم یکی دیگر از این امامان بزرگوار، امام باقر، امام بزرگواری که یکی از فقها، یکی از علمای بزرگ صدر اسلام و یکی از ائمه اهل سنت و مسلمانان جهان محسوب میشه که کتب سیر در مورد ایشون مطالب گوناگونی رو بیان کردن که نمونه‌اش رو انشاءالله در برنامه امروز حضرت مولانا خدمت شما بزرگواران بیان خواهند نمود. میریم رو باب مولد امام محمد باقر و ببینیم که در صحیح ترین کتاب شیعه بعد از قرآن کریم، در کتاب اصول کافی، در کتابی که درباره احادیث در مذهب شیعه مانند این کتابی نوشته نشده و ادعا کردن که این کتاب مورد تایید امام زمان قرار گرفته، ببینیم که آقای کلینی بعد از زحمت 20 و چند ساله‌ای که کشیدن در این کتاب در مورد یکی از اساسات مذهب شیعه که امامت باشه، در مورد این شخصیت بزرگوار چه دستگلایی به آب دادن. حضرت مولانا سراپا گوشیم که ببینیم آقای کلینی چیکار کرده باز در این. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در قسمت های گذشته این برنامه چند نفر از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را که شیعه آنها را به عنوان ائمه منصوص و معصوم خودشون میپندارند از دیدگاه خود شیعه مورد بررسی قرار دادیم. امامت اونها را، فضائل و مناقبی رو که در کتاب اصول کافی آمده بود و از دیدگاه خود علمایشون و محدثینشون درجه صحت و سقم این روایات رو در معرض دید بینندگان عزیز ما نمایش دادیم. در این برنامه میرسیم به باب مولد ابی جعفر محمد ابن علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین و من این نقطه رو اشاره بکنم و بارهای مطلب رو هم گوشزد کردیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند که اهل سنت و الجماعت بلا استثناء تمامی فرقه ها و تمامی طیفه هایی که منتسب به اهل سنت و الجماعت هستند محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را جزء ایمان خودشون میدانند. سیدنا علی، حسن و حسین که صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، در محضر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت یافتند که بحثی روی اونها نیست و حتی ائمه بعدی شیعه زین العابدین هست، امام باقر، جعفر، موسی کاظم، امام رضا
کسانی که در میان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نام و رسمی برای خودشون داشتند، علمی رو کسب کردند، وجاهتی رو داشتند، اهل سنت و الجماعت بنابر واقع بینی که دارند به فضل اونها و به بزرگواری و کرامتشون اعتراف دارند و چه بسا که این بزرگواران جز ائمه اهل سنت و الجماعت هستند و به اتفاق اهل سنت و الجماعت مورد اعتماد هستند و ثقه هستند، مانند زین العابدین، امام باقر و فرزندش جعفر صادق و کسانی رو که واقعا جایگاهی رو داشتند. ما منکر جایگاه هیچ کسی از این ائمه بزرگوار نیستیم، اما کسانی که از جایگاه علمی چندانی برخوردار نبودند یا این که اساساً اصل وجودشون مورد بحث هست، از نظر روایات تاریخی و روایات حدیثی وجود اونها ثابت نیست، مانند امام زمان شیعه محمد ابن حسن عسکری، در اونجا دیگه بحث ما و روش نقد و بررسی ما یه مقدار متفاوت هست. زیرا کسانی رو که وجود خارجی داشتند، به یک نام و رسمی رسیدند، مناقب و فضایلی رو داشتند، عرض کردند که محبت این افراد رو ما جزء ایمان خودمون میدونیم. اما افرادی که اصلا وجود خارجی نداشتند، یک شخصیت موهوم هست و یک شخصیت در واقع افسانه‌ای هست، وجودی ندارد، ما ملزم نیستیم که در مقابل چنین فردی بیاییم القاب و در واقع فضایلی رو بتراشیم یا القاب بزرگی رو برایشون معرفی بکنیم. و احیانا اگر بینندگان عزیزم میبینند که جناب استاد انصاری با لحن تندی یاد میکنند از امام زمان شیعه، بدین خاطر هست صرفاً که امام زمان از نظر تاریخی و واقعیتی وجود خارجی ندارد و اگر وجودی می داشت و جزو فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود و جزو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود و وجود خارجی می داشت، قطعاً ما چنین تعبیراتی رو در مورد ایشون هیچ گاه به کار نمی بردیم. در مورد مولد ابی جعفر محمد ابن علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین که یکی از ائمه بزرگوار هست، شیعه و سنی به بزرگواری ایشان، به فضائل ایشان، به علم ایشان اعتراف دارند و جایگاه خاصی رو نزد شیعه و اهل سنت و الجماعت دارند. آقای ثقة الاسلام کلینی در کتاب اصول کافی خودش در باب مولد ابی جعفر محمد ابن علی 6 روایت رو ذکر کرده. 6 روایت رو در مورد مولد ابی جعفر محمد ابن علی در این کتاب جمع‌آوری کرده. بعد از تلاش 20 ساله‌ای که داشتند، بعد از زحمت‌های فراوانی که به قول شیعه متحمل شدن، نهایتاً این 6 روایت رو صلاح دانستند و این مناسب دانستند که در این باب بیاورند و ثبت بکنند و به عنوان برترین روایات این کتاب یا برترین روایاتی که آقای کلینی آنها را لایق مقام امام ابو جعفر دانسته در این کتاب ثبت کرده. ما طبق روال این برنامه که بینندگان عزیز هم با آن عادت کردن، ابتدا میپردازیم به نظر علامه مجلسی در مورد روایات این باب. عرض کردم که در این باب 6 روایت وجود داره که هیچ کدام از این 6 روایت صحیحی که بالاتفاق صحیح باشند، بر روی صحت و سقم آنها حرفی نباشد، هیچ کدام به درجه صحت نرسیدند. منتها آقای مجلسی یکی از این روایات را به عنوان روایت صحیح نزد خودش قبول کرده که ما هم در این زمینه حرفی رو نداریم. هر کسی مختار هست، هر حدیثی رو که قبول می کند برای خودش انتخابش قابل تبریک گفتن هست و قابل ارج نهادن هست، ما میپذیریم از ایشون. منتها بنابر اصول علمی ما آزاد هستیم که نقد بکنیم روایات رو از نظر سندی و از نظر در واقع محتوایی و مطالب این روایات رو ما باید بررسی بکنیم تا اینکه انسان‌های عاقل و فرهیخته آنچه را که مطابق با واقعیت ها هست، سازگار با دین و عقیده ما و با تاریخ مسلم صدر اسلام واقعیت دارد، آن را قطعا قبول می‌کنند. و اگر روایتی به دید آقای مجلسی صحیح باشد اما با عقل سازگاری نداشته باشد، با تاریخ و سیرت ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم سازگاری نداشته باشد، من گمان نمی کنم که هیچ آخری اهم از شیعه و اهل سنت آن رو در واقع قبول بکنن. جناب استاد، من در حالا به امام پنجم رسیدیم تقریبا. از خلال این برنامه‌ای که داشتیم و بررسی که شما کردید از احادیث کافی، خواستن مرآت العقول وقتی که اومده بررسی کرده این روایت ها رو،
من احساس میکنم هیچ مبنای علمی نداشته مجلسی برای بررسی این روایت ها. روایت رو با یک سندی در جای تصحیح کرده، با همون سند در جای دیگه اومده تضعیف کرده، یا اصطلاحات عجیب و غریبی که خاص آقای مجلسی است که در هیچ حدیث شناسی این اصطلاحات رو به اصطلاح چه از اهل سنت شیعه نگفته. من فکر میکنم که ایشون می آورد این 6 تا حدیث رو مثلا در جلوی خودش قرار میداده، یه انتر منتر میکرده، دست میذاشه روی یکیش میگفته این صحیح است. مثل این که بچه بازی میکنن 10-20 آخر یکی رو انتخاب میکنند. بله. شاید هم به این کیفیت بوده و این واقعیتی هست که متاسفانه در این کتاب وجود داره و آقایون افتخار میکنند که علامه مجلسی اومده و این روایات رو تحلیل کرده، بررسی سندی کرده و این رو به عنوان یک شاهکار علمی برایشون مطرح میکنند. اما هیچ کدوم از مراجع تقلید بعد از آقای مجلسی ملزم نکردند خودشون رو که بر این روایات و بر تصحیح و تضعیف آقای مجلسی عمل بکنند. حتی این رو هم شایسته ندانستند تا کنون، تا این تاریخ الان وجود داره از زمان وفات آقای مجلسی که 1111 هست تا الان هیچ چاپخانه شیعی و هیچ مکتبه شیعه نیومده این روایاتی رو که آقای مجلسی روشون انگشت گذاشته که این روایات صحیح هستند اینها رو جداگانه چاپ بکنند و در اختیار مردم قرار بدهند که این اصول کافی هست یا به صورت کلی کل کتاب کافی هست که از دیدگاه مجلسی صحیح هست و بر این عمل بکنید. و چون این نشان این است که معیار علمی در واقع نبوده و خود این تصحیح و تضعیفی که انجام گرفته بنابر اعتراف خود بزرگانشون به خاطر دفع عیبجویی اهل سنت و جماعت هست که عیب و ایرادی نگیرند احیانا از شیعه که شما روایات صحیح ندارید، ضعیف ندارید، برای شما فرقی نمی کند که روایت صحیح و ضعیف باشد. اومدن روایتشون رو تصحیح و تضعیف کردن، اما اون چیزی که نتیجه این عمل هست، نتیجه بررسی و تحلیل روایات هست، این است که روایات ضعیف رو در واقع کنار بگذارن. اما عملا نه خود مجلسی چون این کاری رو انجام داده و نه بعد از مجلسی کسی چون این عملی رو انجام داده و نه قبل از مجلسی چون این کاری رو کسی انجام نداده. یعنی عملا این کار ایش به دردشون هم نخورده، هیچ گونه فایده و سود مثلا علمی ندارد و این یک نوع بازی با اصطلاحات هست و که دهان اهل سنت و الجماعت رو در واقع ببندند و این دفع شبهه باشه و دفع این عیب و ایراد باشه، اما عملا خودشون به هیچ عنوان نمیتونند پایبند این اصول علمی ولو این که بسیار پیش پا افتاده هست نمیتونند پایبند باشند و اگر پایبند باشند قطعا مذهب تشیع از روی زمین برچیده خواهد شد. در این باب از میان 6 روایت عرض کردم هیچ کدام از این روایات صحیح 100% نیست، گرچه آقای مجلسی روایت دوم را که ضعیف علی المشهور هست این رو به عنوان یک حدیث صحیح در واقع پذیرفته است. اگر دوستان نمایش بدن این کتاب را که من حکم آقای مجلسی رو بر این روایات خدمت بینندگان عزیز نمایش بدم، میرات العقول هست که بارها اینو نشان دادیم و جلد 6 این کتاب هست. در جلد 6 و صفحه 13 باب مولد ابی جعفر هست. جلد 6 کتاب مرآت العقول هست، باب مولد ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام، صفحه 13 هست و این متن کتاب اصول کافی هست. روایت اول رو در صفحه بعد ذکر کرده، صفحه 15 ذکر کرده این روایت اول رو و در مورد روایت اول گفته که الحدیث الاول ضعیف بسندیه، روایت اول با هر دو سندی که در اینجا آورده، 2 سند رو ذکر کرده برای این روایت. علامه مجلسی میگه که این روایت با هر 2 سندی که دارد ضعیف هستند، یعنی هر 2 سند این روایت در واقع ضعیف هستند و قابل استدلال، آن هم در باب عقیده به هیچ عنوان نیستند. روایت دوم را در صفحه 16 ذکر کرده، شماره صفحه هست 16 و روایت دوم هست و نظر علامه مجلسی الحدیث الثانی ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور ضعیف هست این روایت، صحیح عندی، منتها برای من قابل قبول هست و صحیح هست. اما این که بگه صحیح عندی باز هم اگر میگه معتبر عندی یا مقبول عندی
یا معتمد عندی، باز هم قابل قبول بود این تعبیرشون. اما این که میگه صحیح عندی، این لفظ صحیح یک واژه هست، یک اصطلاح هست، یک تعریف خاصی رو داره که فقهای محدثین شیعه هم این در واقع اصطلاحات رو تعریف کردن. به هیچ عنوان روایتی که ضعیف علی المشهور باشد و خود آقای مجلسی هم قبول کرده باشد که راویانش در واقع نه شیعه ثقه هستند و نه شیعه ممدوح هستند و حتی غیر شیعه ممدوح یا ثقه هم نباشند، به هیچ عنوان چون این روایتی رو نمیشود گفت که روایت صحیح است. اگر منظورشون همون اصول علمی باشه، اگر منظورشون از صحیح همون واژه صحیح باشه که محدثین شیعه اون رو تعریفش کردن، اگر خودش یک صحیح به معنی مقبول بودن هست، به معنی قابل قبول بودن برای خودشون هست که ما در این زمینه بحثی رو نداریم. به هر صورت و در جلسه امروز انشالله من صرفا این روایت رو بررسی میکنم. روایت دیگر 6 روایت هستن مجموعاً 5 روایت دیگر که در واقع صحیح نیستند، اون روایت رو ما کنار میگذاریم و همین روایت برتر این باب رو که علامه مجلسی به عنوان حدیث برتر و تنها حدیث صحیح در این باب علی رغم ضعفشون رو صحیح دانسته انشالله بررسی خواهیم کرد و قضاوت رو میگذاریم به در اختیار بینندگان عزیز تا اینکه قضاوت بکنیم. این روایت دوم این باب بود و روایت سوم در صفحه 19 در اینجا ذکر کرده. این روایت را در صفحه 19 از جلد 6 صفحه 19 و روایت سوم در اینجا ذکر شده و نظر علامه مجلسی در قسمت پایین این صفحه هست الحدیث الثالث حسن، این روایت حسن است، یعنی درجه بهتری از بقیه روایات این باب را دارد. و روایت چهارم را بازم در صفحه 20 آورده و ذکرش کرده. روایت چهارم هست الحدیث الرابع مجهول، روایت چهارم این باب مجهول هست و روایت پنجم این باب ضعیف هست. در آخر در وسط صفحه بعدی هست صفحه 21 الحدیث الخامس ضعیف، روایت پنجم این باب ضعیف هست و نهایتا روایت ششم این باب هم که در صفحه 25 هست الحدیث السادس ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور این روایت هم روایت در واقع ضعیفی هست. پس بنابراین بنابر تحقیق علامه مجلسی که تحقیق کرده کتاب اصول کافی رو در این باب به صورتی که ایشون مطمئن باشند 100% بگویند که یکی از این روایات فلان روایت صحیح هست، هیچ این روایتی رو حکم صحت محض و صرفی رو برایش صادر نکرده. فقط روایت دوم را گفته که ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور یا دیدگاه بقیه این روایت ضعیفی هست، منتها برای من قابل قبول هست، نزد من صحیح هست و ما انشالله این روایت را نزد بررسی سندی که نمی کنیم چون که خودش اعتراف کرده که ضعیف است علی المشهور و ایشون فقط قبولش کردن به عنوان روایت صحیح و برخی از نکاتی رو که در خود این روایت اومده محتوای این روایت هست انشالله خدمت بینندگان عزیز ما با هم بررسی و تحلیل خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز و گرامی، همونطوری که تا این برنامه شما شاهد بودید ما روایت های کتاب اصول کافی رو میاریم در مورد ائمه 12گانه شیعیان و اینکه چرا این کتاب رو انتخاب کردیم. دلیلش اینه که صحیح ترین کتاب در نزد اینا کتاب اصول کافی است و بزرگترین اساس مذهب اینا امامت هست. ما این رکن اساسی مذهبشون امامت رو از صحیح ترین کتابشون مورد بررسی قرار میدیم و بعد از دیدن این برنامه قضاوت رو میگذاریم به عهده شما عزیزان که بقیه کتاب ها و علما و ادعایی که دارند رو شما بر همین اساس میتونید بسنجید. با هم میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما بزرگواران. با ما همراه باشید. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با شما عزیزان هستیم در برنامه حجت بی حجت و بررسی باب مولد امام باقر محمد ابن علی که یکی از ائمه بزرگوار اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. بارها شده که بعد از بررسی روایات کتاب کافی یا بقیه کتب شیعه
بعضی از دوستان تماس گرفتن، چه از شیعیان بزرگوار، چه از اهل سنت و از برادران و خواهران موحد، و گفتن که این روایت ها به اندازه چندشاور و اذیت کننده روح و روان هست که خواهش میکنیم این روایت ها رو اصلا ذکر نکنید. و یعنی در شبکه، در برنامه زنده، این توهین ها و اهانت هایی که در کتاب ها اینا به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده و به دین مقدس اسلام، به مقدسات مسلمان ها شده رو شما بیان نکنید. منتها الان میدونید که ما برای اینکه ثابت بکنیم این دین یک دین باطل هست و کسانی که این دین رو ساختن هدفشون ضربه زدن به اسلام، به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به اهل بیت و اصحاب ایشان بوده، همانطوری که عبدالله ابن سبعی یهودی در موردش بارها دیدید که صحبت کردیم که تظاهر به اسلام میکرد و هدفش ضربه زدن به اسلام و تیشه زدن به ریشه اسلام بود. ما برای اینکه این جو برنامه کمی آرومتر بشه و دوستان عزیز جایگاه واقعی اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بشناسند، تصمیم گرفتیم که در شروع برنامه در مورد فضائل این بزرگواران از مصادر اصلی اسلام، از کتب اهل سنت صحبت بکنیم و بعد بپردازیم به روایت هایی که در صحیح ترین کتاب شیعه اومده و قضاوت رو به عهده شما عزیزان میگذاریم. خودتون بسنجید که کدوم یک از این مصادر قابل قبول هست و در شأن اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. جناب استاد اگر لطف بکنید در مورد امام باقر هم از مصادر اهل سنت جایگاه والای این امام بزرگوار رو بیان بفرمایید. همان گونه که من قبلا اشاره کردم، اهل سنت و الجماعت واقعا از ته دل و صمیمانه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارند و دوستی اهل سنت و الجماعت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نه صرف یک ادعا هست و نه هم بر اساس منفعت مادی و دنیوی هست، بلکه بر اساس اعتقاد و باوری هست که در قلب فرد و تمام افراد اهل سنت و الجماعت و مسلمانان در واقع این نهادینه شده و در قلب همه وجود داره. حتی کسانی که به عنوان ناصبی مطرح شدند، آقایون تبلیغات خیلی زیادی رو کردند علیه این بزرگواران و آنها را دشمن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفی کردند، وقتی که برمیگردیم به کتابهایشون میبینیم که واقعا در مورد تعریف و تمجید و بیان فضایل و مناقب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم سنگ تمام را گذاشتند، مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و شاگردانش مانند امام شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه که در نزد اهل سنت و الجماعت جایگاه خاص و ویژه‌ای را دارند. یکی از کتاب‌های معروف امام ذهبی رحمت الله علیه سیر اعلام نبلا هست که این کتاب مخصوص سیرت و زندگینامه انسان‌های در واقع برتر روزگار بوده، کسانی را که به نبل رسیدند و جایگاه خاصی را داشتند و فرخیخته دوران خودشون بودند. امام ذهبی رحمت الله علیه اونها رو در این کتاب ذکر کرده و این کتاب رو در هفته گذشته هم من نمایش دادم خدمت بینندگان عزیز. سیر و اعلام النبلا کتاب امام ذهبی رحمت الله علیه هست، تالیف امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان الذهبی که شاگرد امام و شیخ الاسلام ابن تیمیه هست، متوفای 748 هستیشون و این کتاب هم چاپ مؤسسه الرساله هست. این کتاب به اندازه مشهور است که همه بینندگان ما میشناسن این کتاب را، چون به خاطر دروغی که نسبت داده بود آقای قزوینی به این کتاب. و این واقعیتی هست که اهل سنت و الجماعت اون چیزی را که نوشتن ثبت کردن، تمام این روایاتی که در این کتاب هست و مطالبی که در اینجا ذکر شده، بررسی هایی که شده، این بر اساس واقعیت و زندگانی واقعیت افراد بوده و جایگاهی رو که اهل سنت و الجماعت برای افراد، برای راویان، برای بزرگان و ائمه و در واقع بزرگان و برگزیدگان روزگار در هر عصر و زمانی نوشته شده، امام ذهبی رحمت الله علیه اونها رو در این کتاب آورده و معرفی کرده.
در این کتاب در شماره 158 این کتاب هست، همون جلد قبلی هست، جلد 4 این کتاب هست، بارها اینو نمایش دادیم. در صفحه 401 و شخصیت 158 ابنه ابو جعفر الباقر، قبل از ایشون پدرشون رو معرفی کرده بود، امام زین العابدین رو، و در این قسمت فرزند ایشون رو که ابو جعفر باقر هست اینو در اینجا معرفی کرده. ابتدا آغاز معرفی در مورد این امام اهل بیت رو اینگونه معرفی کرده که هو سید الامام، ایشون سید و سرور و آقا امام هستند. ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی العلوی الفاطمی المدنی، ولد زین العابدین، فرزند امام زین العابدین هست. ولد سنة 56 في حياة عائشة و ابی هریره ارخ ذلك احمد بن البرقی. این مطلب را در آغاز بیان کرده و بعد از این اساتید این بزرگوار را بیان کرده که روا عن جده از رسول الله و علی رضی الله تعالی عنه مرسلا نقل کرده روایت، و از جده حسن و حسین باز هم روایتش مرسل هست، حسن و حسین رو مشاهده نکردن، ندیده بودن. از ابن عباس و ام سلمه و عایشه مرسلا روایت کرده و تعدادی از بزرگان و اساتید این امام بزرگوار رو در واقع ذکر کرده. در صفحه بعدی در صفحه 402 هست، می‌فرماید که و روایته عن سمره فی سنن ابو داود، روایتی که ایشون از سمره داشتند که این در سنن ابو داود هست، روایت امام باقر. و کان احد من جمع بین العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة و کان اهلا للخلافة. می‌گوید که ایشون یکی از افرادی بودند که علم و عمل رو در کنار سروری و بزرگی رو، در کنار شرافت و در کنار اعتماد و ثقه رو و در وقار و سنگینی رو، همه اینها رو با هم جمع کرده بودند. یعنی امام باقر رحمت الله علیه هم عالم بودند و هم عامل بودند، بر علم خودشون در واقع ایشون عمل می‌کردند، هم سروری و بزرگی داشتند، اهل شرافت بودند، جایگاه ویژه‌ای رو داشتند، ثقه و مورد اعتماد بودند و انسان با وقار و با شرافتی بودند. و کان اهلا للخلافت، ایشون شایستگی خلافت عامه مسلمانان را هم داشتند. و هو احد الائمه الاثنی عشر الذين تبجلهم الشیعة الامامیه، یکی از ائمه 12گانه هست که شیعیان امامی اونها رو در واقع تکریم میکنند، بزرگ میدونند، احترام براشون قائل هستند. و تقول بعصمتهم و بمعرفتهم بجمیع الدین، و شیعه معتقد هست که این افراد امام باقر یا ائمهشون معصوم هستند و از تمام دین اطلاع دارند. میفرماید فلا عصمت الا للملائکه و النبیین، منتها از دیدگاه ما هیچ کسی عصمتی رو ندارد مگر فرشتگان و انبیاء الهی. و کل احد یصیب و یخطئ، هر انسانی میتواند اشتباه بکند یا اینکه به صواب برود. و یؤخذ من قوله و یترک سوى النبی صلی الله علیه و سلم فانه معصوم مؤید بالوحی، قول هر انسانی قابل اخذ و قابل رد هست به استثنای رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان معصوم هست و مؤید هستند به وحی الهی. و در ادامه می‌فرماید که و شهر ابو جعفر بالباقر، معروف هست امام ابو جعفر به باقر، من بقر العلم ای شقه فعرف اصله و خفیه، این از شکافتن علم هست، به معنی این که از ریشه و اصل علم خبر دارند، اطلاع و آگاهی داشتند. و لقد کان ابو جعفر اماما، ابو جعفر یعنی امام باقر امام بودند، ایشون به معنی کلمه، مجتهدن، بسیار مجتهد بودند، اهل تلاش و کوشش بودند، تالین لکتاب الله، قرآن خوان بودند، کبیر شأن، جایگاه والایی را داشتند. ولکن لا یبلغ فی القرآن درجه ابن کثیر، اما در باب تفسیر به اندازه ابن کثیر نمی رسیدند و امثال ابن کثیر. و در فقه هم به درجه ابی الزناد و ربیعه نبودند. در حفظ هم و معرفت سنن و روایات در حد قتاده و ابن شهاب که معاصرینشون بودن نبودن. میفرماید فلا نحابیه ولا نحیف علیه، این همون اعتدال اهل سنت و الجماعت را میرساند. فلا نحابیه ولا نحیف علیه، ما در مورد ایشان افراط و تفرید نمی کنیم، نه از حق ایشان در واقع میکاهیم، حق کشی میکنیم، و نه اینم که فضایل بیجایی رو برای ایشان میتراشیم. و نحبه فی الله
و نحبه فی الله، ما به خاطر الله متعال، به خاطر رضایت الله متعال ایشان را دوست داریم. و نحبه فی الله لما تجمع فیه من صفات الکمال، به خاطر صفات کمالی که در ایشان در واقع جمع بود، به خاطر این صفات کمال ما به خاطر رضای الله متعال ایشان را دوست داریم. ابن فضیل میگوید از سالم ابن ابی حفصه روایت کرده که میگوید سألت ابا جعفر، من از ابو جعفر و فرزندش جعفر سوال کردم، ان ابی بکر و عمر، در مورد ابو بکر و عمر من سوال کردم. فقال لی یا سالم تولهما، با ابو بکر و عمر دوستی بدار، اونها رو دوست بدار. و برأ من عدوهما، از دشمنان ابو بکر و عمر اعلام براءت بکن. فانهما کانا امام هدی، زیرا که ابو بکر و عمر دو امام هدایت بودند. اقوال و نظریاتشون در مورد ابو بکر و عمر هست. و در ادامه می‌فرماید که و روا اسحاق ازرق روایت کردن از بسام سیرفی قال سألت ابا جعفر عن ابی بکر و عمر فقال والله انی لاتولاهما و استغفر لهما، گفت به خدا قسم من ابو بکر و عمر را دوست دارم و برایشون طلب آمرزش میکنم. و ما ادرکت احدا من اهل بیتی الا و هو یتولاهما، من کسی از اهل بیت خودم را ندیدم مگر این که با ابو بکر و عمر ولایت داشتن و دوستی داشتن. عبدالله ابن محمد ابن عقیل میگوید که کنت انا و ابو جعفر، من و ابو جعفر یعنی امام باقر نختلف الی جابر، میرفتیم نزد جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، نکتب عنه فی الواح، و از ایشون علم حاصل میکردیم، روایات رو نقل میکردیم و از ایشون در واقع مینوشتیم. و بلغنا ان ابا جعفر کان یصلی فی اليوم واللیله 150 رکعه، به ما خبر رسیده که امام ابو جعفر یعنی امام باقر انسان عابدی بودند، در شبان روز 150 رکعت نماز میخوندند. و قد عده النسائی و غیره فی فقهاء التابعین بالمدینه، امام النسائی صاحب سنن النسائی ایشون را از فقهای مدینه برشمردند. و اتفق الحفاظ على الاحتجاج بابی جعفر، حافظان حدیث و محدثان اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند بر این که ابی جعفر انسان ثقه‌ای هست و قابل احتجاج هست، که روایات ایشان قابل قبول هست نزد اهل سنت و جماعت. و در ادامه مطالب زیادی رو ذکر کرده، من فقط به صورت گزیده ای از این مطالب رو بیان میکنم. از ابو یعقوب نقل شده عبدالله ابن یحیی قال رأیت علی ابی جعفر ازارا اصفر، من دیدم که ابو جعفر یک ازار و شلوار زرد رنگی رو پوشیده بودند. و کان یصلی کل یوم و لیله 50 رکعتا بالمکتوبه، در هر شب و روزشون 50 رکعت نماز میخوندند همراه با نماز مکتوبه و نمازهای فرضی. و همچنین نقل کرده از ابو نعیم حدثنا ابو جعفر الرازی عن المنهال عن عمرو عن محمد ابن علی قال اذكروا من عظمت الله ما شئتم، و از اقوال امام ابو جعفر مطالبی رو ذکر کرده، شما از عظمت الله متعال هر چی میخواهید بگویید، هرچی از عظمت و بزرگی الله متعال میخواهید بیان بکنید. ولا تذکرون منه شیء، اما نمیتونید به جایی برسید الا و هی اعظم منه، به هر مقدار که شما تعظیم الله متعال را، عظمت ایشان را بیان بکنید، شما در واقع مطمئن باشید که الله متعال از تعریف و تمجید شما و از بیان عظمت شما بالاتر هست. و اذکروا من النار ما شئتم، هرچی میخواهید از آتش جهنم بگویید. ولا تذکرون منها شیئا، نمیتونید به جایی برسید در توصیف آتش جهنم الا و هی اشد منه، به هر چیزی که ذهن شما برسه آتش جهنم از اون فراتر هست. و اذکروا من الجنه ما شئتم، در مورد بهشت هرچی میخواهید بیان بکنید. ولا تذکرون منها شیئا الا و هی افضل، هر چیزی که شما بتونید بیان بکنید مطمئن باشید که بهشت از اون چیزی که شما تعریف کردید بیان کردید بالاتر و والاتر هست. از جعفر جوفی نقل شده از محمد ابن علی قال اجمع بنو فاطمه على ان یقولوا فی ابی بکر و عمر احسن ما یکون من القول، میگه که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی فاطمه اجماع نظر دارند، دیدگاه موحدی دارند بر این که در مورد ابو بکر و عمر بهترین سخن را بگویند، بهترین نظر را در مورد ابو بکر و عمر داشتند.
قلت امام ذهبی از جانب خودش این مطلب را بیان می کند که ام فروه بنت القاسم بنت محمد ابن صدیق هی صاحبت ابی جعفر الباقر. ام فروه که دختر قاسم هست و قاسم دختر محمد و محمد دختر فرزند ابوبکر صدیق هست. ام فروه دختر قاسم، قاسم فرزند محمد، محمد هم فرزند ابوبکر صدیق هست. هی صاحبت ابی جعفر الباقر، ایشون همسر ابو جعفر باقر بودن. ام فروه نوه یا نتیجه امام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همسر ابو جعفر باقر بودند. و ام ولده جعفر الصادق و مادر فرزند ایشون که امام جعفر صادق هستند. محمد ابن طلحه ابن مصرف میگوید که از خلف ابن حوشب نقل کرده از سالم ابن ابی حفصه و کان یترفض، ایشون با اینکه رافضی بودند و تمایلی به رفض داشتند، قال دخلت علی ابی جعفر و هو مریض، ایشون من رفتم نزد ابو جعفر در حالی که ایشون بیمار بودند. فقال و اظن قال ذلك من اجلی، من فکر میکنم این حرف رو به خاطر من زده، یعنی میخواست اینو به گوش من بزنن. اللهم انی اتولی و احب ابا بکر و عمر. این خود این راوی که در اینجا هست سالم ابن ابی حفصه میگه که این گرایش به رفض داشت. این میگه من رفتم در محضر امام باقر و وقتی که مرا دید این حرف را بیان کرد به خاطر اینکه به من بفهماند این مطلب را. گفت که پروردگار اللهم انی اتولی و احب ابا بکر و عمر، پروردگار من ابوبکر و عمر را دوست دارم و با اونها ولایت و دوستی دارم با ابوبکر و عمر. اللهم ان کان فی نفسی غیر هذا، پروردگار اگر در دل من غیر از این باشد، اگر این حرف من خلاف واقع باشد، در دلم چیزی دیگر باشد اما تقیه بکنم با زبان چیزی دیگر بگویم، فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامه، شفاعت محمد به من نرسد اگر در قلب من چیز دیگری باشد. یعنی این واقعیتی رو که ایشون ایمان داشتن اون رو در اینجا بیان میکنند. و در مورد شمایل ایشون و لباس ایشون از اسرائیل از عبدالعلا ذکر شده که انه را محمد ابن علی یرسل عمامته خلفه، ایشون میگه که عمامه ایشون پشت سرشون آویزان بود، یک قسمتی شمله پشت سر ایشون آویزان بود. و سألت عن الوسمه، من سوال کردن در مورد وسمه و خضاب، فقال هو خضابنا اهل البیت، این خضاب اهل بیت هست. و همچنین نقل کرده که از یونس ابن بکیر از ابی عبدالله الجعفی ان عروة ابن عبدالله قال سألت ابا جعفر، میگن از ابو جعفر محمد ابن علی سوال کردم عن حلیة السیوف، از آراستن شمشیر، دسته شمشیر. فقال لا بأس به، اشکال نداره که بازیورالات آرایش بدن شمشیر را. قد حل ابو بکر الصدیق سیفه، ابو بکر صدیق شمشیرش را با نقره در واقع آراسته بود. قلت و تقول الصدیق، من اعتراض کردم بهش گفتم که شما میگویی صدیق، آیا واقعا مگر صدیق بوده؟ فوثب وثبتا، ایشون از جای خودشون پرید و در واقع واکنش نشان دادن و استقبل القبلة، روبروی قبله نشستن. ثم قال نعم الصدیق، بله من میگم ایشون صدیق هست، الصدیق، نعم الصدیق. فمن لم يقل الصدیق، کسی که ابوبکر را صدیق ننامد، فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخره، الله متعال در دنیا و آخرت حرفش را قبول نکند و نپذیرد از ایشون. و همچنین از مولا عمر مولای عفره نقل شده از محمد ابن علی قال ما دخل قلب امرئ من الكبر شیء الا نقص من عقله مقدار ذلك، از گفتار گوهربار ایشون هست. میگه هر انسانی که در قلبش هر مقدار و هر سطح و اندازه‌ای که از تکبر باشد به همان اندازه از عقلش کاسته می شود. هرچند انسان تکبرش بیشتر باشد به همان میزان عقلش در واقع کاهش می‌یابد. و همچنین نقل کرده و عنه قال صلاح اللئام قبح الکلام، صلاح انسان‌های پست و دون زبان بدشون هست. و مطالب دیگری رو در مورد امام محمد باقر رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنه در اینجا بیان کرده که این واقعیت رو بیان می‌کند در واقع که اهل سنت و الجماعت دوستدار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و امام باقر نزد اهل سنت و الجماعت جایگاه خاصی رو دارد و بدون اینکه ادعا باشد و بدون اینکه تظاهری باشد و بدون اینکه اهل سنت و الجماعت در این زمینه منفعت مادی و دنیوی رو داشته باشند، ما معتقد هستیم به محبت اهل بیت
رسول الله صلی الله علیه وسلم روایاتشون رو ما نقل کردیم. از دیدگاه ما امام باقر، پدرشون، فرزندشون انسانهای سخی بودند و روایاتشون روایات صحیحی هست و در کتب اهل سنت و جماعت در واقع نقل شده و ثبت شده و این افتخاری هست که اهل سنت و جماعت در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دارند که بدون از افراط و بدون از تفرید با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دارند. بله، جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز و گرامی، من تصویری رو دارم از تصمیم زیبایی که دوستان آماده کرده بودن در سایت عقیده. اگر عزیزانمون اینو بتونن نشون بدن. بله، این تصویر زیبایی است از امام محمد باقر، محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، تولدشان در سال 56 هجری، وفات در سال 114 هجری. از اساتید ایشون که از صحابه بودن جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن عباس هاشمی، عبدالله ابن عمر ابن خطاب، ام سلمه ام المؤمنین، ابو سعید خدری انصاری، انس ابن مالک انصاری. مادر ایشون ام عبدالله بنت حسن ابن علی ابن ابی طالب و همسرشون هم ام فروه بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق. تشکر میکنم از دوستان. بفرمایید. و میرسیم به بررسی این باب مولد ابی جعفر و روایاتی که در این زمینه آقای کلینی در کتاب خودشون جمع آوری کرده. بله. من قبلا به صورت کلی عرض کردم که از دیدگاه علامه مجلسی هیچ کدام از این روایات 100% صحیح نیستند، به استثنای روایت دوم که آقای مجلسی این روایت را گفته بود که ضعیفون علی المشهور، منتها به عنوان یک روایت صحیح اون رو در واقع قبول کرده بود. من در مورد روایت اول حرفی رو نمیزنم زیرا که هر دو سندش ضعیف بودن و در مورد روایت دوم این باب که به عنوان یک روایت صحیح در واقع ذکر کرده در اینجا و اینو به عنوان روایت صحیح قبول کرده، من مطالبی رو در این برنامه به اندازه‌ای که فرصت باشه انشاءالله خدمت بینندگان عزیز من عرض میکنم. و ابتدا این روایت رو من خدمت بینندگان عزیز از خود کتاب نمایش میدم و میخونم خدمت بینندگان عزیز. این باب مولد ابی جعفر هست، محمد ابن علی علیه السلام، از کتاب اصول کافی هست، جلد یکم اصول کافی و صفحه 469 هست. و روایت اول رو کاری نداریم و هر دو سندش ضعیف هستند، مطلب قابل ذکری رو هم نداره، فقط نقل کرده که امام باقر میگوید که مادر من از کنار دیواری عبور میکرد یا نشسته بود، دیوار شکاف برداشت میخواست که بیفتد بر سر مادرم گفت که تو رو به خدا نیفت، صبر کن من رد بشم. اون دیوار همینجوری بین زمین و آسمان در واقع معلق موند، مادر امام از زیر اون دیوار رد شد و بعد از این دیوار فرو ریخت. در صورت این مطلب هر دو سندی که برایش نقل شده هر دو سند ضعیف هستند و جایی برای بحث و بررسی هم در این زمینه نیست. روایت دومی که در این باب اومده روایت دوم هست، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، که تعدادی از اصحاب ما از محمد ابن محمد، از محمد ابن سنان، از ابان ابن تغلب، از ابی عبدالله نقل کردم و روایت این است که قال ان جابر بن عبدالله الانصاری کان آخر من بقی من اصحاب رسول الله. جابر بن عبدالله انصاری آخرین صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند که از دنیا رفتند. و کان رجلا منقطعا الینا اهل البیت، ایشون هوادار اهل بیت بودند جابر بن عبدالله. و کان یقعد فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو متعجر بعمامه سوداء و کان ینادی یا باقر العلم، ایشون در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشستند و عمامه سیاهی رو بر سر خودشون می پیچیدند و فریاد می کشیدند ای باقر العلوم، ای باقر علم کجایی، یا باقر العلم. فکان اهل المدینه یقولون جابر یهجر، اهل مدینه می گفتند که جابر هذیان میگوید. فکان یقول لا والله ما اهجر ولکنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول انک ستدرک رجلا منی اسمه اسمی و شمائله شمائلی. گفت من هذیان نمیگویم، اما من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که به من گفته بودند که یک مردی از اهل بیت من را خواهید دید که اسمش هم اسم من هست، هم نام من هست و شمایلش دقیقاً مانند شمایل من هست.
یبقر العلم بقرا فذاك الذي دعانی الی ما اقول. این حرفی که من میزنم این پشتوانهش این فرموده و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است. قال فبین جابر یتردد ذات یوم. یک روزی جابر تردد میکرد در یکی از راههای مدینه، کوچه های مدینه. اذ مر بطریق فی ذلک الطریق کتاب، که از راهی گذشت که در آن راه، در آن کوچه کتابی بود، یعنی مکتب خانه‌ای بود. فیه محمد بن علی، که محمد ابن علی در آن مکتب خانه در واقع بودند. فلما نظر الیه، وقتی که جابر محمد ابن علی رو دید، قال یا غلام، صداش کرد ای پسر بچه بیا اینجا. اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، گفت که روت رو این طرف بکن، بعد گفت پشت تو بگردون به طرف من. ثم قال شمائل رسول الله، این دقیقاً گفت که شمائل رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جانم در دست او هست. یا غلام ما اسمک، نام تو چه هست؟ قال اسم محمد بن علی بن الحسین، من محمد ابن علی ابن حسین هستم. فاقبل علیه یقبل رأسه، و که امام که ابو جابر ابن عبدالله رفتند و بوسیدند بدن و پیشانی امام باقر را. و یقول بأبی انت و امی ابوک رسول الله یقرئک السلام، پدر تو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو سلام میرساند. و یقول ذلك قال فرجع محمد بن علی ابن الحسین الی ابیه. نهایتا میگه محمد ابن علی برگشت رفت نزد پدریشون در حالی که ترسیده بود و این داستان رو برایش پدر خود تعریف کرد. و پدرش زین العابدین بهش گفت که فرزندم آیا واقعا جابر چنین کاری رو انجام داده؟ گفت بله این عمل رو با من انجام داده. و ثم قال الزم بیتک یا بنیه، امام زین العابدین به فرزندش گفت که در خانه بمان، خارج نباش. فکان جابر یاتیه طرف النهار، جابر صبح و شام می اومد نزد امام باقر. و کان اهل المدینه یقولون، اهل مدینه می گفتند که وا عجبا لجابر، وای چه عجب هست برای جابر، تعجب هست که یأتی هذا الغلام طرف النهار و هو آخر من بقی من اصحاب رسول الله، با این که ایشون آخرین صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، اما میبینیم میرود نزد یک پسر بچه‌ای صبح و شام در واقع میرود، یا به تعبیر از اون میرود علم حاصل میکند. فلم یلبث ان مضى علی ابن الحسین فکان محمد ابن علی یأتیه، دیری نگذشت که علی ابن حسین فوت کرد. فلم یلبث ان مضى علی بن الحسین فکان محمد بن علی یأتیه علی وجه الکرامة، محمد ابن علی می رفتند به خاطر کرامت و بزرگواری نزد جابر، لصحبتی لرسول الله صلی الله علیه وسلم، به خاطر اکرام و بزرگداشت صحبتی که داشتند با رسول الله صلی الله علیه وسلم. باقر می رفتند نزد جابر رضی الله تعالی عنه. قال فجلس یحدثهم، نشست برای بیان حدیث، یعنی باقر نشست در مسند علم حدیث و حدیث بیان میکرد عن الله تبارک و تعالی. فقال اهل المدینه ما رأینا احدا اجرأ من هذا، کسی رو ندیدیم که از این در واقع جرأت بیشتری رو داشته باشد. فلما رأى ما یقولون، وقتی که باقر متوجه شد اینا چی دربارش میگویند، یقولون حدثهم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اهل المدینه ما رأینا احدا قد اکذب من هذا، کسی رو ندیدیم که از این در واقع دروغگوتر باشه از باقر، با این که رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ندیده دارد مستقیم نقل میکند از رسول الله صلی الله علیه وسلم. یحدثنا عن من لم یره، از کسی که ندیده حدیث بیان میکند. فلما رأى ما یقولون، وقتی که باقر دید که چی میگن مردم دربارش، حدثهم عن جابر ابن عبدالله قال فصدقوه، گفت بله من این روایات رو از جابر ابن عبدالله نقل میکنم و جابر هم از رسول الله نقل کرده. فصدقوه، مردم ایشونو تصدیق کردن. و کان جابر ابن عبدالله یأتیه فیتعلم منه، بعد از این جابر ابن عبدالله میرفتن نزد امام باقر و از امام باقر در واقع علم حاصل میکردن. این کل روایت دوم این باب هست که علامه مجلسی گفته که این روایت صحیح است. شاید برخی از بینندگانی که آشنایی دارند با جابر ابن عبدالله، با امام باقر، با امام زین العابدین، با تاریخ تولد و وفات این بزرگواران، با مطالبی که در این روایت بیان شده، شاید حقیقت رسیدند که این روایت به هیچ عنوان نمیتواند روایت صحیحی باشد اونگونه که علامه مجلسی گفته. اما باز هم ما گوشه از تضادهایی رو که در این روایت نهفته هست انشاءالله خدمت بینندگان عزیز بیان خواهیم کرد. خب در این روایت سوال اول این است که باقر محمد ابن علی رضی الله تعالی عنه این کجا بوده که جابر با ایشون ملاقات کرده؟
به تعبیر دیگر جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم در کجا و در چه زمانی با امام باقر ملاقات داشتند؟ خب در این روایت اومده که ایشون در مکتب خانه بودند. امام باقر در مکتب خانه بودند و جابر احیانا همینجوری اتفاقا از یک کوچه رد میشد، متوجه شدن که بله امام باقر هست، رفت و شمایل شدید و سوال کرد توی اسمت کی هست؟ گفت محمد ابن علی هستم و نهایتا شناخت ایشون رو و در آغوش گرفت و ایشان را بوسید. این مطلب اول هست که در این روایت اومده که بنا بر قول علامه مجلسی این روایت صحیح است که اذ مر بطریق فی ذلک الطریق کتاب، از یک راهی رد میشد که در این راه یک مکتب خانه بود، فیه محمد ابن علی، که در اون مکتب خانه محمد ابن علی در واقع در اونجا حضور داشت و امام باقر رو در اونجا در واقع ملاقات کرد. این گزینه اول هست. پس بنابراین در گزینه اول اومده که امام باقر در مکتب خانه بود و جابر رفتند و در مکتب خانه با ایشون ملاقات کردند. اما در مطالب دیگر در کتاب‌های دیگر اومده که در جاهای دیگری بوده. این در واقع یک نوع تناقضی در این زمینه هست. به طور مثال در کتاب بحار الانوار هست، جلد 18 این کتاب که چاپ پشورده‌ای هست و جلد 36 از اصل کتاب و دوستان اینو نمایش بدن. در اینجا اومده که این ملاقات در خانه امام زین العابدین اتفاق افتاده. در روایت اول که در اصول کافی بود گفتند که این ملاقات در مکتب خانه بوده در یکی از راههای مدینه و در کوچه های مدینه، و در این روایت اومده که این ملاقات در خانه امام زین العابدین بوده. کتاب بحار الانوار هست و جلد 36 این کتاب هست و صفحه 360 این کتاب و تاریخ امیرالمؤمنین هست و روایت 230 هست. در اینجا نقل میکند از عمر ابن موسی از زید ابن علی علیه السلام قال كنت عند ابي علي ابن الحسين، من نزد پدرم علی ابن حسین بودم علیه السلام، اذ دخل علیه جابر ابن عبدالله، که ناگاه جابر ابن عبدالله اومد و وارد شد. من نزد پدرم بودم، قطعا در خونهش بوده که جابر ابن عبدالله اومد و وارد شد. فبین هو یحدثه، پدرم مشغول صحبت بود با جابر، اذ خرج اخی محمد، برادر کوچکم محمد از برخی از حجره ها اومد بیرون. اذ خرج اخی محمد من بعض الحجره، که ناگاه برادرم محمد ابن علی از حجره، یعنی از اتاقهای اندرونی اومد بیرون. فاشخص جابر ببصره نحو، جابر نگاهش رو دوخت به امام باقر. ثم قام الیه، بعداً بلند شد. فقال یا غلام اقبل، فاقبل. ثم قال ادبر، فادبر، همون تعبیری که در اون روایت قبلی اومده بود. فقال شمائل کشمائل رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این روایت اومده که بله این ملاقات در واقع در منزل امام زین العابدین بوده و در مکتب خانه در واقع نبوده. این یک مطلب. و در مطلب دیگر بازم از در کتاب بحار الانوار در واقع نقل شده. در کتاب بحار الانوار هست این مطلب، در جلد 46 این کتاب و صفحه 224، جلد 23 و صفحه جلد 46 این کتاب هست و صفحه 224 این کتاب. روایت سوم هست، در اینجا دوستان نمایش بدند اینو که با سند خودش نقل میکند از جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال دخلنا على جابر ابن عبدالله. جعفر ابن محمد میگوید از پدرش نقل میکند، یعنی از امام باقر. قال، که امام باقر فرمودند که دخلنا على جابر ابن عبدالله، ما رفتیم نزد جابر ابن عبدالله. جابر نیومده بلکه ما رفتیم نزد جابر ابن عبدالله. فلما انتهینا الیه، وقتی که ما رسیدیم نزد جابر ابن عبدالله، سأل عن القوم، سوال کرد که شما کی هستید که اومدید در ملاقات من، حتی انتها الیه، تا اینکه به من رسید. همه که معرفی میکردن یکدیگر تا اینکه به من رسید الیه. فقلت، من معرفی کردم خودم را، گفتم که انا محمد ابن علی ابن الحسین، من محمد ابن علی ابن حسین هستم. فاهو بیده الی رأسی، و دستش را دراز کرد به سر من. فنزع زر الاعلى و زر الاسفل، در واقع دکمه لباس من رو باز کرد. ثم وضع کفه بین ثدی، و دستش رو بر سینه من گذاشت. و قال مرحبا بک و اهلا یا ابن اخی سل ما شئت، هرچی میخوایی از من سوال بکن، یعنی هرچی روایتی رو میخوایی از من سوال بکن. فسألت و هو اعما الی آخر این روایتی که در اینجا آمده. پس در اینجا آمده که امام باقر میگوید که ما نزد جابر ابن عبدالله رفتیم. تا اینجا سه مطلب در واقع ذکر کرده بود.
در مطلب اول اومده بود در مکتب خانه ملاقات کردن. در روایت دوم اومده بود که در خانه امام زین العابدین ملاقات کردن و در روایت سوم اومده بود که میگه ما رفتیم نزد جابر ابن عبدالله و در روایت دیگر که جلد 6 صفحه 225 هست مطلب دیگری رو در واقع در اینجا ذکر کرده. یک نکته ای که در مطلب سوم بود جالب بود که در مطلب سوم میگه که ایشون کور بوده، نمیدیده چشمش. قطعا این یکی از مسلمات هست که به این نقطه هم انشاءالله خواهم رسید. نه تنها یک دلیل، دو دلیل، بلکه دلایل خیلی زیادی در این زمینه وجود داره. در روایت چهارم در همین جا در همین جلد روایت چهارم این باب هست، میگوید که تلقى ولدی محمد ولقد حدثني جابر بن عبد الله الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جابر انك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب المعروف في التوراة بباقر فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. فلقيه جابر بن عبد الله الانصاری في بعض سکک المدینه. در یکی از کوچه های مدینه با ایشون ملاقات کردند. تا اینجا 4 مطلب شد. در یکی از این مطالب اومده بود در مکتب ملاقات کرد و در روایت دوم در خونه امام زین العابدین ملاقات کرد و در روایت سوم گفته بود ما رفتیم در خونه جابر ابن عبدالله یا در هر جایی که ایشون نشسته بود و در مطلب چهارم روایت چهارم اومده بود که در یکی از کوچه های مدینه جابر ابن عبدالله با امام باقر در واقع ملاقات کرد و نمونه های دیگری رو از روایاتی که شواهد هستند برای این مطلب در اینجا من یادداشت کردم و به همین مقدار من اکتفا میکنم. پس بنابراین این یک تضادی هست که در اصل این روایت صحیح و برتر این باب تضاد داره با تعدادی از احادیث دیگر که متضاد هستند. اگر واقعا در مکتب خانه ملاقات کرده پس بنابراین در کوچه نبوده، در خونه جابر نبوده، در خونه امام زین العابدین نبوده. اگر در خونه امام زین العابدین بوده جاهای دیگر نبوده. اگر در خونه جابر بوده یا در مسجد بوده پس بنابراین روایت دیگر تناقض دارند و این مطلب صحیحی نیست. گرچه در برخی از روایات اومده که ایشون رفتن در منزل امام زین العابدین و سوال کردن فرزندت کجا هست و امام زین العابدین گفت ایشون رفتن فعلا مکتب خانه، اگر میخوای من میرم صداش بکنم، کسی رو بفرستم صداش بکنم. گفت نه من خودم میرم مکتب خانه. و روایاتی از این قبیل در واقع وجود دارد که تمام اینها گویای یک تناقض و تضادی هست که این مطلب رو میرساند که این روایت اساساً یک روایت جعلی هست. اون کسانی که خواستند روایت جعل بکنند توجه نداشتند به این اختلاف و این تناقضاتی که در این روایت وجود داره و اینکه هر کسی که روایتی رو جعل میکرده احیانا از روایت فرد دیگر اطلاع نداشته و خودسرانه یک روایتی رو جعل میکردند تا اینکه یک کرامتی رو که ثابت نیست برای امام باقر در واقع بیارند و جعل بکنند. این یک مطلب هست و تناقض اول که جابر در کجا با امام باقر ملاقات کرده بود که در روایت متعدد جاهای متعددی رو ذکر کرده و در تمام این موارد اومدند که اولین بار بوده که جابر در واقع امام باقر رو میدیده و ایشون رو میبوییده، بوسیده ایشون رو، نگاه کرده شمایل ایشون رو و تازه متوجه شده که ایشون محمد ابن علی هستند، امام باقر هستند و ادامه مطالبی که در این روایات اومده بود. این یک مطلب. مطلب دوم این هست که امام باقر رحمت الله علیه در زمانی که جابر رو ملاقات کردند به تصریح چندین روایتی که در این زمینه وجود دارند جابر در آخر عمر خودشون نابینا بودند. جابر در آخر عمرشون نابینا بودند و کسی رو نمیدیدند که ایشون باقر هست یا کسی دیگر هست یا این که شمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم را مشاهده بکنند بر امام باقر و بشناسند که بله این خیلی با رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع شباهت دارند. من از چندین دلیل خدمت بینندگان عزیز برای این مطلب اینجا نمایش میدم. در کتاب بحار الانوار و جلد 65 این کتاب بحار الانوار هست و جلد 65 این باب هست و کتاب الایمان و الکفر هست. دوستان اینو نمایش بدن. کتاب الایمان و الکفر هست و جلد 65 این کتاب هست و صفحه 131 هست و قبل از این و بعد از این. روایتی که من میخوام خدمت بینندگان عزیز نمایش بدم روایت 61 این باب هست. روایت 61 کتاب الایمان و الکفر هست. در اینجا ببخشید روایت 62 هست، روایت پایینی هست از بشارت المصطفی اینو در واقع نقل کرده
در اینجا یکی از شاگردان امام جابر ابن عبدالله میگوید که عطیه اوفی هست. قال خرجت مع جابر ابن عبدالله الانصاری، میگوید من همراه با جابر ابن عبدالله انصاری رفتیم رحمه الله زائرین قبر الحسین ابن علی، رفتیم برای زیارت قبر حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. فلما وردنا کربلا، زمانی که به کربلا رسیدیم، تعریف میکنه که جابر رفت و از فرات غسل کرد و لباسی رو پوشید و یک در واقع ظرفی رو داشت باز کرد و خوشبویی رو بر بدن خودش انداخت و ثم لم یخط خطوه الا ذکر الله، هر وقتی هر قدمی رو که برمی داشت نام الله متعال را می گرفتن، حتی اذا دنا من القبر، تا اینکه به قبر رسیدن. در اینجا میگه قال المسنیه، این نکته است که من میخوام بهش اشاره بکنم. قال المسنیه فالمسته فخر على القبر مغشيا عليه فرششت عليه شيئا من الماء فافاق. میگه که جابر به من گفت المسنیه، دست ما رو بر روی قبر بگذار، یعنی این که خود ایشون نابینا بودند نمیدیدند قبر رو، وگرنه نیازی نبود که بگند که دست ما رو بگیر بر روی قبر بگذار. المسنیه، دست ما رو بر قبر بگذار تا من اینکه قبر رو لمس بکنم. فالمسته، من دستش رو بر روی قبر گذاشتم که ایشون تونستن قبر رو لمس بکنن. فخر علی القبر مغشیا علیه، ایشون بیهوش شدن و بر روی قبر امام حسین افتادن و من مقداری آب رو آوردم و بر ایشان در واقع پاشیدم تا اینکه دوباره بیهوش آمدن. در این روایت مطالب دیگری هست که تضاد داره با روایات و با اعتقادات شیعه. به طور مثال در اینجا میگوید که ثم قال یا حسین ثلاثا، تا 3 مرتبه حسین رو صدا زد. ثم قال حبیب لا یجیب حبیبه، این چه دوستی هست که با دوست خودش حرف نمیزند؟ من دوست تو هستم ای حسین، چرا جواب مرا میدی؟ ثم قال و ان لك بالجواب، چگونه میتونی جواب مرا بدی؟ یعنی این که امام نمیتواند جواب امام جابر ابن عبدالله را بدهد. و قد شحتت اوداجک علی اثباجک و فرق بین بدنک و رأسک، میگه سر تو رو بریدند و رگهای گردن تو رو قطع کردن، پس بنابراین تو چگونه میتونی که با من در واقع حرف بزنی؟ این یک مطلبی که در این کتاب اومده. در این روایت رد اعتقادات شیعه است که میگن که اعتقادات شیعه، بله رد اعتقادات شیعه هم هست و به اضافه در این اومده که صراحتا ذکر شده که دست ما رو بر قبر بگذار. از من جابر از من خواست که دست ما رو بر قبر امام حسین رضی الله تعالی عنه بگذار، من هم دستش رو گذاشتم بر روی قبر امام حسین. و جالب است که در روایت دیگری شیعه اومده که اولین کسی که رفت به زیارت کربلا و به زیارت امام حسین جابر ابن عبدالله بود. یعنی این که این اتفاق بعد از سالهای 60، یعنی نزدیکترین فاصله زمانی بوده در میان شهادت امام حسین و این اتفاقی که افتاده رفتن برای زیارتش. اولین زائر قبر امام حسین جابر ابن عبدالله انصاری بوده بنابر روایات شیعه. یعنی این که در همان اوایل، یعنی در اوایل سال 61 ایشان در واقع نابینا بودن. این یک مطلب. مطلب دیگر در کتاب‌های دیگری که اومده در اینجا، در کتاب بحار الانوار هست جلد 29، دوستان اینو نمایش بدم. کتاب بحار الانوار جلد 29 این کتاب هست، 29 صفحه 313 هست. در اینجا روایت 46 در این کتاب هست و در این باب، و این مطلبی من میخوام نمایش بدم در صفحه بعدی هست، در آغاز صفحه بعدی. در اینجا این مطلب را در اینجا میگه فقال له هذه خوله الحنفیه نکحها من سبیهم ولم یخالفهم. یک مطلبی رو در اینجا آورده که 2 نفر اومدند و کان جالسا ذات یوم اذ جاءه رجلان بلغنی ان الباقر محمد ابن علی، که امام باقر محمد ابن علی روزی نشسته بود، 2 نفر اومدن نزد ایشان و گفتند که ای ابو جعفر، مگر شما نمیگویید که امیرالمومنین به امامت گذشتگان، یعنی امامت و خلافت ابوبکر و عمر راضی نبود، مگر شما این حرف رو نمیزنید؟ فقال بله، چرا ما این حرف رو میزنیم؟ امام باقر میگه که بله من قبول دارم، من گفتم که امیرالمومنین علی رضی الله تعالی عنه به خلافت ابوبکر و عمر راضی نبوده. فقال له، آن 2 مرد گفتند که هذه خوله الحنفیه نکحها من سبیهم، این خوله مادر محمد ابن حنیفیه از سبی بوده، از اسیران جنگی در دوران خلافت ابوبکر بوده. ولم یخالفهم علی امره مدت حیاتهم، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ازدواج کرد با یکی از اسیران جنگی که در زمان ابوبکر در واقع به دست اومده بود و هیچ گونه مخالفتی رو هم نکرد، تا زمانی که زنده بود با ابوبکر و عمر مخالفتی رو نکرد. فقال الباقر، امام باقر فرمودند من فیکم یاتینی بجابر ابن عبدالله، چه کسی میرا دنبال جابر ابن عبدالله؟
دو نفر اومدن مشکلی رو مطرح کردند، ادعا کردند که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به خلافت ابوبکر و عمر راضی بوده. امام باقر میخواد که شاهد بیاره برای خودش که نه راضی نبوده، یک حرف دیگری در این وسط هست. فقال الباقر، و امام باقر فرمودند من فیکم یأتینی بجابر ابن عبدالله، چه کسی میرا دنبال جابر ابن عبدالله و کان محجوبا قد کف بصره. امام جابر ابن عبدالله محجوب بود، قد کف بصره، بصرشون در واقع دیدگان ایشان از نور افتاده بود و نابینا بودن. در اینجا صراحتا در این روایت اومده که در اون زمان امام باقر وقتی که ملاقات کردن با جابر ابن عبدالله در واقع ایشون نابینا بودن. منتها این روایت جعلی هست، همهشون تناقض در تناقض هست. زمانی که امام قطعا از این روایت این گونه برداشت می شود که زمانی که امام باقر به امامت رسیده بودند، زمانی که باقر به امامت رسیده بودند، دو نفر اومدند یک اشکالی رو مطرح کردن، شبهه‌ای رو مطرح کردن و اگر نه پدر ایشون اگر زنده می بود خب می رفتند پیش امام زین العابدین. وقتی که پیش امام باقر اومدند یعنی این که ایشون امام هست، ایشون امام دوران بوده، یک مطلبی رو آوردن مطرح کردن، یک شبهه‌ای رو گفتن الان جوابشو بده. بعد از این امام باقر گفته که برید جابر ابن عبدالله رو بیارید که گواه من بشه. الان جابر ابن عبدالله، من این نقطه رو واقعا تضاد هست، جابر ابن عبدالله بنابر روایاتی که در این زمینه وجود دارد در سال 74 به دنیا اومده یا 78 از دنیا رفته، ببخشید در سال 74 هجری یا نهایتا 78 هجری از دنیا رفته. و امام باقر در چه سالی به امامت رسیده؟ در سال 95 هجری. یعنی امام زین العابدین در سال 95 هجری از دنیا رفتند و در سال 95 هجری تازه امام باقر در واقع به امامت رسیده. در یکی از این روزها اومدند پیش امام باقر در زمانی که ایشون امام هست، یعنی بعد از سال 95 هجری که پدرشون در واقع فوت کرده بودن، اومدند این اشکال رو مطرح کردند. امام باقر میگه که برید جابر ابن عبدالله رو برید. جابر ابن عبدالله سالها قبل در سال 74 از دنیا رفته بودند، 10-15 سال قبل از این فوت کرده بودند، از دنیا رفتند. منتها من به این مطلبش در اینجا کار ندارم، فقط شاهدی که من از این روایت دارم این است که و کان محجوبا قد کف بصره، که جابر ابن عبدالله محجوب بود، قد کف بصره و بیناییش از دست رفته بود. این مطلب دیگری که در اینجا بیان شده و همچنین در روایات دیگر این مطلب به صورت وفور آمده. به طور مثال در کتاب بحار الانوار جلد 46 این باب هست، من قبلا اینو نشون دادم و دوستان اگر نمایش بدن اینو، تاریخ امام محمد باقر، تاریخ امام محمد باقر صفحه 363 هست از این کتاب و جلد 46 صفحه 226 هست، در این گوشه صفحه این حک شده. روایت هشتم هست در اینجا، روا میمون القداح عن جعفر بن محمد، از جعفر بن محمد را نقل کرده، عن ابیه، از پدرش که امام باقر هست، روایت از خود امام باقر هست. قال دخلت على جابر ابن عبدالله، من رفتم نزد جابر ابن عبدالله، فسلمت علیه، به ایشون سلام گفتم، به جابر ابن عبدالله سلام گفتم، فرد علی السلام، به من جواب سلام مرا داد. قال لی من انت، سوال کرد که شما چه کسی هستید؟ خب اگر واقعا بینا بود سوال نمیکرد که چه کسی هستید، میشناخت جابر ابن که باقر ابن محمد ابن علی هست. و ذلك بعد ما کف بصره، و ذلك بعد ما کف بصره، بعد از این که بینایی خودشون رو از دست داده بودن. فقلت محمد ابن علی ابن الحسین، من محمد ابن علی ابن حسین هستم. قال یا بنی ادنو، بیا نزدیک. فدنوت منه فقبل یدی ثم اهوى الى رجلی یقبلها، مثل اینکه برای اولین بار انسان رو ببینه، میگه که بر روی سر من دست گذاشت. همون روایتی که مطلبی در روایت قبلی اومده بود، گفت که بر سر من دست گذاشت و پای مرا بوسید، فتنحیت، من یک کنار رفتم. ثم قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرئک السلام، به من گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم به تو سلام میرساند. یعنی اولین ملاقات بوده و صراحتا در این روایت اومده و ذلک بعد ما کف بصره، بعد از این که امام باقر در واقع نابینا بوده. جابر بله. این جابر و باقر شبیه هم هستند متاسفانه. خب روایت بعدی که روایت نهم این باب هست، باز هم این روایت میگوید که کنا عند جابر ابن عبدالله فاتاه علی ابن الحسین، ما نزد جابر ابن عبدالله بودیم، علی ابن حسین اومد، علی ابن حسین امام زین العابدین اومد و معه ابنه محمد و هو صبی، و همراه با امام زین العابدین فرزندش بود امام محمد باقر و هو صبی، در حالی که ایشون چیکار بودن؟ صبی بودن، بچه بودن.
یعنی یک بچه همراه خودش در دستش رو گرفته بود، اومدن نزد جابر ابن عبدالله. فقال علی لابنه، امام علی زین العابدین به فرزندش یعنی باقر گفت که قبل رأس عمک، سر عمویت را ببوس، یعنی اشاره کرد به جابر ابن عبدالله. فدنا محمد من جابر، محمد امام باقر رفت نزد جابر، فقبل رأسه، او سر جابر را بوسید. فقال جابر من هذا، این کی هست که اومده سر ما را میبوسد؟ یعنی این که نمیبیند سوال میکند که کی هست. و کان قد کف بصره، در این زمان بینایی ایشان در واقع از بین رفته بودند و نابینا بودند. فقال له علی، امام علی زین العابدین گفت که هذا ابن محمد، این فرزند من هست، محمد هست، محمد باقر هست. فضمه جابر الیه و قال یا محمد، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرئ علیک السلام، این که محمد صلی الله علیه و سلم به تو سلام میرساند. گویا که اولین باری بوده که در واقع با ایشون ملاقات میکرده. و همچنین در روایت دیگری در همین کتاب در اینجا اومده، روایتی که من قبلا هم خدمت بینندگان نمایش دادم، صفحه جلد 46 صفحه 223 این باب هست، این کتاب در اینجا روایت که این مطلب هست که ثم وضع کفه بین ثدیه و قال مرحبا بك و اهلا بی ابن اخی سل ما شئت فسألته و هو اعما، من از ایشون سوال کردن در حالی که ایشون در واقع نابینا بودن. این چندین روایت هست، 7-8 روایت هست که من در اینجا اینا رو ذکر کردم که جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه در آخر عمر خودشون نابینا بوده. و در این روایتی که در اینجا آقای کلینی اومده و اینو ذکر میکنند، در اینجا اومده بود که جابر ابن عبدالله از یک راهی رد میشد. دوستان نمایش بدن این اصل کتاب رو، اذ مر بطریق فی ذلک الطریق کتاب، جابر ابن عبدالله به یک راهی رد میشد که در اون راه یک مکتب خانه بود، فیه محمد بن علی، فلما نظر الیه قال یا غلام اقبل، وقتی که ایشون را دید، جابر باقر را دید، گفت فرزند اقبل فاقبل، به طرف من نگاه بکن، نگاه کرد. ثم قال له ادبر، پشتت را برگردان، فادبر. ثم قال شمائل رسول الله صلی الله علیه و سلم، و نهایتا گفت این شمائل رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این روایتی که بنابر قول آقای مجلسی که صحیح هست، این روایت تضاد دارد با تعدادی از روایات دیگر. اولا در مکان ملاقات که قبلا اینو عرض کردم تضادهای وجود داره، 4-5 قول در این زمینه وجود داشت. دوما این که به اتفاق روایات و این 5-6 روایتی که من ذکر کردم، جابر ابن عبدالله در زمانی که امام باقر را دیده نابینا بوده، اصلا نمیدیده. پس بنابراین وقتی که جابر نابینا بوده، چگونه میدیده که این فرزندی هست، صبی هست و شمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم را دارد، در یک کوچه میرفته، در مکتب خانه این رو در واقع دیده بوده. پس بنابراین این خودش یک تناقض و تضادی هست که دلیل بر این هست که این روایت به هیچ عنوان نمیتونه روایت صحیحی باشه، با تاریخ ائمه، با واقعیت هایی که در روایات متعدد اهل بیت از زبان خود شما و در کتاب خود شیعه هست. این روایت در واقع تناقض دارد و نمیتواند روایت صحیحی باشه. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز و گرامی دیدیم که چگونه در این روایت ها تناقضات وجود داره، همونطوری که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، هر چیزی که از نزد غیر الله سبحانه و تعالی باشد در اون شما اختلاف و تناقضات فراوانی را میابید. جناب استاد، میان برنامه‌ای هم آماده داریم و شما هم کتاب رو باز کردید، هر کدومش که شما بپسندید. چون که تناقضات هنوز تمام نشد، نمی‌دونم چقدر وقت داریم تا آخر برنامه. 47 دقیقه وقت بینندگان هم که هست سری جای. بله. پس اجازه بدید من چند مطلب ذکر بکنم. بفرمایید. مطلب دیگری که در این روایت اومده و جای تأمل دارد و تضاد دارد در واقع با اعتقادات شیعه، این مطلب هست که امام باقر رحمت الله علیه در مکتب خانه رفته بودند. امام باقر زمانی که بچه بودند و به تعبیر این روایت و روایت دیگر صبی بودند، بچه بودند، می رفتند مکتب خانه. و شیعه معتقد است که ائمه اونها به هیچ عنوان شاگرد کسی نبودند. علمشون علمی هست که به ارث میرسد، این از پدر خودشون او از رسول الله صلی الله علیه وسلم این علم را به ارث بردن. و حتی همین این روایت در اینجا دوستان اینو نمایش بدن که بارها دیدند این رو، اذ مر بطریق فی ذلک الطریق کتاب،
از یک کوچه خیابانی از یک راهی رد میشد که در اون راه یک مکتب خانه بود، فیه محمد ابن علی، محمد ابن علی یعنی امام باقر در اون مکتب خانه در واقع بود. خب اگر واقعا ائمه شما علمشون علم لدنی هست یا علمشون علمی هست که از طریق وحی میرسد، جبریل میرساند یا میراث در واقع میبرند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، به محض فوت پدرانشون این علم منتقل میشود به سینه های این ائمه در واقع میرسد. الان کجا نگهداری میکنند بنابر روایاتی که در شکم هست یا در جای دیگر هست، اون مطلب جداگانه هست. به هر صورت شیعه معتقد هست که این روایات و این علم از طریق میراث میرسد به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و جالب است این مطلب در روایت بعدی که آقای مجلسی گفته بود که این روایت صحیح است، در این روایت بعدی اومده. روایت بعدی رو دوستان نمایش بدن. روایت سوم هست که آقای مجلسی گفته بود که این روایت حسنی هست. این روایت از ابو بصیر هست. قال دخلت علی ابی جعفر، من نزد ابو جعفر رفتم، فقلت له انتم ورثه رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما وارثان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید. روایت سوم هست. روایت سوم که مجلسی گفته بود که این روایت سوم روایت حسن هست. این روایت حسن با روایت صحیح که روایت دوم هست از دیدگاه مجلسی تناقض داره. در این روایت اومده که سوال میکند آیا مگر شما وارثان رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستید؟ قال نعم، بله هستیم. قلت رسول الله صلی الله علیه و سلم وارث الانبیاء، رسول الله هم وارث تمام پیامبران قبلی بوده. علم کما علموا، همون علمی که پیامبران قبلی داشتن اینو رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته. الی آخر مطلبی که در اینجا بیان میکنه. پس بنابراین در این روایت اومده که علم ائمه شیعه ارثی هست، اما در این روایت قبلی که روایت صحیح است در اینجا آورده که امام محمد باقر، بنابر چندین روایتی که در این زمینه بود، یکی این روایت هست که ایشون در مکتب خانه رفته بودند، در مکتب خانه بودند. خب در مکتب خانه چه کار میکردن؟ اون بچه خرد و 9 سالی که صبی بوده برای در مکتب خانه. و بنابر روایت دیگری که من قبلا هم آوردم که یکی از راویان میگفت که من با امام باقر میرفتیم نزد جابر ابن عبدالله و از ایشون در واقع در الله این روایت رو مینوشتیم. خب این مطلب، این یک تضاد دیگری که در اینجا وجود دارد و این با تاریخ ائمه و با اعتقاد شیعه در واقع تضاد داره. و مطلب دیگری که در اینجا قابل تأمل هست و ما باید به اون توجه بکنیم، این مطلبی هست که در صفحه 470 آورده. در اینجا میگه که فلم یلبث ان مضى علی بن الحسین، فلم یلبث ان مضى علی بن الحسین، دیری نگذشت که علی ابن حسین از دنیا رفت. قبلا این مطلب را آوردم که امام باقر میرفت نزد جابر میرفت نزد امام باقر، یأتی هذا الغلام، نزد این پسر بچه میرود طرفین نهار و هو آخر من بقی من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، که جابر ابن عبدالله در آخر عمرشون که با این که آخرین صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند میرفتن نزد این پسر بچه، یعنی نزد امام باقر که از ایشون علم رو چکار بکنند؟ حاصل بکنند. میگه فلم یلبث ان مضى علی بن الحسین، دیری نگذشت که علی ابن حسین از دنیا رفت. دیری نگذشت که علی ابن حسین از دنیا رفت. فکان محمد ابن علی یأتیه علی وجه الکرامت، محمد ابن علی به خاطر کرامت و احترام میرفت نزد جابر ابن عبدالله. الان این فلم یلبث ان مضى، الان این مطلب رو آورده بیان کرده که یک روز این اتفاق افتاد که جابر ابن عبدالله از یک راهی میگذشت و در اون راه مکتب خانه بود، ناخودآگاه چشم افتاد به یک پسر بچه‌ای. خوب که نگاه کرد دید که شمایل رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. گفت بیا جلو، اونو خلاصه خوب نگاه کرد، بالا و پایین پشت و روش رو نگاه کرد، گفت که این شمایل رسول الله هست. اسمت چی هست؟ گفت محمد ابن علی ابن الحسین هستن. گفت تو همون کسی هستید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفته بود که بشارت داده و سلام رو رسون. بعد در اینجا میگه فلم یلبث ان مضى، دیری نگذشت که علی امام زین العابدین از دنیا رفت. این دیری نگذشت به نظر شما چند ساله از اون تاریخ اتفاقی که در اینجا افتاده بود؟ یعنی یکی دو ماه، یکی دو سال، 3-4 سال. اما متاسفانه این تاریخ یعنی بگونی هست که نمیشود از نظر زبان عربی که اینو تعبیر بکنند که فلم یلبث ان مضى علی بن حسین، دیری نگذشت که علی بن حسین در واقع از دنیا رفت و در واقع فوت کرد. خب ما میدونیم که یعنی این که ایشون امام زین العابدین ما میدونیم که متوفای سال چندم هست؟ سال 95 هست. در سال 38 هجری به دنیا اومدن امام زین العابدین و در سال 95 چیکار کردن؟ از دنیا رفتن.
در سال 95 از دنیا رفتند. پس بنابراین وقتی که ملاقات کردند امام زین العابدین، وقتی که جابر ابن عبدالله ملاقات کرد با امام باقر، صبی بودند، بچه کوچکی در مکتب خانه بودند. بعد از مدتی امام زین العابدین فوت میکند. امام زین العابدین در سال 95 فوت کرده و امام باقر در سال 57 یا 56 به دنیا آمده. 56 یا 57 ایشون به دنیا آمدن و امام زین العابدین در سال 95 از دنیا می روند. در این روایت اومده که دیری نگذشت که محمد علی ابن حسین از دنیا رفت. علی ابن حسین در واقع از دنیا رفت. الان وقتی که ما اینو نگاه میکنیم که علی ابن حسین در واقع از دنیا رفته، این یک تفاوت سنی خیلی زیادی رو در این زمینه در واقع وجود داره که تقریبا حدود 20 خورده سال در واقع میشود این تفاوت زمانی. یعنی این که امام زین العابدین در سال 95 از دنیا رفتند، لم یلبثن 95. در سال 57 امام باقر در واقع به دنیا آمده. زمانی که ایشون بچه بودن ملاقات کردن با جابر و جالب اینجا هست که در این روایت اومده که بعد از وفات امام زین العابدین جابر میرفت نزد باقر، یا به تعبیر دیگر اونگونه که در اینجا آمده که فلم یلبث ان مضى علی ابن الحسین فکان محمد ابن علی یأتیه. امام باقر میرفت نزد امام جعفر، امام به هم خورد همه جابر و باقر در میگه فلم یلبث ان مضى علی ابن الحسین، میگه که فلم یلبث ان مضى علی ابن الحسین. علی ابن حسین از دنیا رفت. علی ابن حسین در سال 95 از دنیا رفت. بعد از این که علی ابن حسین از دنیا رفتن، فکان محمد ابن علی یأتیه، امام باقر میرفتن نزد جابر در واقع برای علم. بعد از وفات امام زین العابدین، امام جابر ابن عبدالله میرفتن نزد امام محمد باقر. فکان محمد ابن علی، نه برعکس شد، محمد ابن علی یأتیه علی وجه الکرامه. امام باقر میرفت نزد امام جابر و حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه به خاطر کرامت و صحبتی که در واقع با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. الان این تفاوتی که در اینجا وجود داره در میان این تاریخ، این در واقع بگیم که معضله حسابیه ولا قزوینی لها. اینجا قزوینی باید بیاد و اینو حل بکنیم. جابر ابن عبدالله در سال 74 یا در سال 78 از دنیا می روند. در سال 74 یا 78 از دنیا می روند. بذارید که اینو در اینجا از خود این کتاب من نمایش بدم. دوستان اینو نمایش بدن در اینجا در صفحه جلد 1 کتاب اصول کافی است، جلد 1 و صفحه 469 هست، باب مولد ابی جعفر، و در پاورخیش در اینجا مطلب را آورده و ذکر کرده. مات جابر بالمدینه سنه 74. جابر ابن عبدالله در مدینه منوره در سال 74 از دنیا رفتند. وقیل 78 و بنابر برخی از روایت در سال 78 ایشون از دنیا رفتن. پس بنابراین امام جابر، این امام کارا رو خراب میکنه، جابر ابن عبدالله در سال 74 از دنیا رفتن و قبلا اینو آورده بود در مورد مولد علی ابن حسین که علی ابن حسین در سال 95 از دنیا رفتن. دوستان نمایش بدم، مولد علی ابن حسین هست علیه السلام. ولد علی ابن الحسین فی سنه 38 و قبض فی سنه 95. در سال 95 ایشون از دنیا رفتن. و خود امام باقر، یعنی این که در سال 95 ایشون به امامت رسیدند. امام باقر تازه در سال 95 در واقع به امامت رسیدند. چگونه ممکن هست که جابر ابن عبدالله در زمان امامت باقر در واقع وجود داشته باشه؟ در صورتی که امامت باقر در سال 95 شروع شده و جابر ابن عبدالله در سال 74 یا نهایتش در سال 78 از دنیا رفتن. یعنی در این روایت ادعا شده که بعد از این که جابر در واقع وفات کردن، 10 سال بعد از این میرفته نزد امام باقر، میرفته نزد جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه و از ایشون در واقع روایت رو دریافت میکرد. کم فهمیدم. گفتم این مسئله حسابی و ریاضیات هست، خیلی پیچیده هست. بسی که این مرض جهل علمای شیعه در ریاضیات این مرض ساری بوده، یعنی از قدیم وجود داشته و در
خلال این کتاب ها منتقل می شده از کلینی به مجلسی و از مجلسی به غیره و تا رسیده به آقای قزوینی و نباید ایشون رو اینجا ملامت کرد. ولی در این روایت اگر این تاریخ ها رو به هم در واقع کنار هم بگذاریم، یعنی این که 17 سال بعد از وفات جابر، 17 سال بعد از وفات جابر تازه امام باقر به خاطر احترامی که جابر داشته میرفته نزد ایشون، در واقع به خاطر کرامت و صحبتی که ایشون با رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتن. و جالب اینجا هست که این دروغ پردازی به امام به جابر ابن عبدالله، این روایتی رو که جعل کردن، این واقعا جای تعجب داره. در روایت دیگری که بازم در کتاب شیعه هست، اگر به خاطرتون باشه اینو بررسی کردیم در باب معروف لوح جابر. این لوح جابر، این کتاب آسمانی، لوح آسمانی رو ایشون هم نسبت میدن به 13 امام و 12 امام، بله، که اسماء امام بوده. الان ببینید در این روایت بازم چی گفته، از این فراتر هست. در این روایت یعنی این تضادی که وجود داره و فاصله زمانی که در اینجا وجود دارن، در اینجا در واقع چیزی حدود 17 سال هست، چیزی حدود 17 سال که جابر در سال 74 از دنیا رفته و بعد از این که امام زین العابدین از دنیا می رود در سال 95، باقر به خاطر احترامی که جابر دارد می رود نزد جابر ابن عبدالله، یعنی بعد از در واقع 17 سال. حالا در این روایت دیگری که در کتاب بحار الانوار هست، جلد 36 صفحه 193، جلد 36 و صفحه 193 روایت را در با این سند در اینجا آورده از عباس ابن ابی عمرو عن صدقه ابن ابی موسی عن ابی نضر، روایت معروف لوح جابر هست. قال لما احتضر ابو جعفر، زمانی که امام ابو جعفر در واقع به احتضار رسیدند، یعنی زمان مرگ ابو جعفر، یعنی در سال 114 هجری، در سال 114 هجری. لما احتضر ابو جعفر محمد ابن علی الباقر، زمانی که ابو جعفر محمد ابن علی باقر به احتضار رسیدند، در حالت در بستر مرگ افتاده بودند، عند الوفات دعا به ابن الصادق، فرزندش امام صادق را صدا کرد، لیعهد الیه عهدا، میخواست که به ایشان وصیت بکنن. فقال له اخوه زید ابن علی گفت که لا امتثلت فی بمثال الحسن والحسین، کاش که من رو هم امام میکردی مانند حسن و حسین، منم دیگه حساب میکردی که منم به امامت برسم. لرجعت ان لا تكون اتیت منکرا، کار منکری رو در واقع انجام نداده باشی. فقال له یا ابا الحسین ان الامانات ليست بالمثال ولا العهود بالرسوم وانما هي امور سابقه عن حجج الله. ثم دعا بجابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله رو صدا زدن تا اینکه مشکل رو حل بکنه. در سال 114 هجری، زمانی که امام باقر در بستر مرگ افتاده بود، جابر ابن عبدالله را در واقع صدا زدن. خب این جابر عبدالله خودتون آوردید در کتاب اصول کافی، در حاشیه‌اش در اینجا نقل کردید، آقا مجلسی در مرآت العقول خودش و خیلی از کتاب‌ها اینو نقل کردن که جابر ابن عبدالله در سال 74 از دنیا رفته، در سال 74 از دنیا رفته. امام باقر در سال 114 از دنیا رفته، یعنی چیزی حدود 40 سال بعد، 40 سال بعد از وفات جابر ابن عبدالله، زمانی که امام باقر در بستر مرگ افتاده بود، رفتن جابر را آوردن و صدا کردن. در یک جای 27 سال بعدش صداش میکنن، در یک جای 17 سال بعد صداش میکنن. در این روایت اومده که 40 سال بعد از وفاتش امام باقر هم کسی رو فرستاده که بری جابر ابن عبدالله رو بیاورید تا اینکه این مشکل رو در واقع برای ما حل بکنه. این تناقض در اعداد و ارقام هست و این وضعیت بهترین روایتی هست که در این باب در واقع وجود داره. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز گرامی، این تناقضات رو دیدید که واقعا آدم تعجب میکنه. میان برنامه رو دوستان آماده کردن میبینیم و بعد از اون ان شاءالله تماس شما عزیزان رو خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. از 1000 تا 1100، از 1000 تا 1100 1330، نه 1130، از 1000 تا 1100، 1000 تا 1100، 1000 تا 1100، 1000 تا 1111 سال وفات علامه مجلسی. 1111 عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. حالا 1000 رو مثلا 1000 رو کم پایین تر، 40 و خورد 50، 1555.
والسابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار آمان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغهایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. بله بینندگان عزیز و گرامی، سلامی دوباره خدمت شما عزیزان با برنامه حجت بی حجت و نیم ساعت اخیر برنامه که اختصاص دادیم به شما عزیزان. احمد آقای بزرگوار کارگردان برنامه انشاءالله شماره تلفن رو زیرنویس خواهند کرد و همچنین از طریق ایمیل برنامه live@vesalfa.tv هم میتونید سوالاتتون رو برای ما بفرستید. انشاءالله در این برنامه جناب حضرت مولانا انشاءالله پاسخ خواهند داد. همچنین اگر عزیزانی انتقادی پیشنهادی در مورد برنامه دارن میتونن از طریق پیامگیر برنامه و از طریق ایمیلی که عزیزانمون زیرنویس کردن با ما تماس بگیرن. جناب استاد، تا برقراری تماس بینندگان عزیز اگر مطلبی مونده خیلی کوتاه مختصر میشنویمش. این مطالب رو من میخوام کوتاه و مختصر باشم، متاسفانه طولانی میشه. من عرض کردم که بقیه روایات این باب رو نمیخوام بررسی بکنم، اما انگار که به خاطر سرگرمی بینندگان عزیز هم که شده یکی دو روایت رو خدمت بینندگان عزیز معرفی بکنم. روایت چهارم این باب یک روایت جالبی هست. روایت چهارم این باب یک روایت جالبی هست. دوستان اینو نمایش بدن، من خدمت بینندگان عزیز اینو بخونم. روایت چهارم هست. محمد ابن یحیی اینو نقل کرده از محمد ابن احمد الی آخر سندی که در اینجا هست، از ابی جعفر، از امام ابو جعفر، از خود من کسی که در مورد امام باقر هست. بله. قال كنت عنده یوما. این محمد ابن مسلم میگوید که من یک روزی نزد امام ابو جعفر بودم. محمد ابن مسلم که یکی از راویان معروف شیعه هست میگوید من نزد امام باقر بودم یک روزی. قال كنت عنده یوما اذ وقع زوج ورشان على الحائط. نشسته بودیم دیدیم که یک جفت کفتر اومدند روی دیوار نشستند. الان میریم روی کفتر بازی دیگه با مطالبی که در این باب اومده. میگه که من نشسته بودم با امام باقر که یک جفت کفتر اومدن روی دیوار نشستند و هدلا هدیلهما، آواز خوندند با همون صدای بی زبانی خودشون، صدای در واقع دامی که هست و این پرندگان. و زوج ورشان الحائط و هدلا هدیلهما فرد ابو جعفر علیهما کلامهما ساعتا. یک ساعتی امام ابو جعفر با اونا صحبت کرد با زبان خودشون. فرد ابو جعفر علیهما کلامهما، به اونا پاسخ گفت یک ساعتی. ثم نهضا، بعد از این پریدند و رفتند. این دوتا کفتر اون پریدند و رفتند. خب الان جریان چی بوده؟ این جریانش خیلی جالب هست و مهمه. میگه فلما طار على الحائط هدل الذكر وعلى الانثى ساعتا. وقتی که اومدن نشستند این کفتر نر یک چیزایی رو گفت به همون کفتر ماده یک ساعتی. ثم نهض، بعد این بلند شدن. فقلت جعلت فداك، من فدات بشم. ما هذا الطير، داستان این دو تا کفتر چی بود که اومدن اینجا؟ قال یا ابن مسلم، ای محمد ابن مسلم، كل شيء خلقه الله من طير أو بهيمة أو شيء فيه روح فهو أسمع لنا وأتوع من ابن آدم. هر زیروحی از حیوانات گرفته، چارپایان گرفته، پرندگان گرفته، از ما اطاعت بیشتری رو دارن نسبت به شما انسانها. یعنی حیوانات با ما انس و خوی بهتری رو دارند و از ما هرشنوی بیشتر دارن نسبت به انسانها. این هذا الورشان، این دوتا در واقع کفتری که اومده بودن، ان هذا الورشان، این کفتر نر، ظن به امرأته، این بدگمان شده بود به زن خودش. کفتر نر بدگمان شده بود به کفتر ماده
که این رفته سیغه کرده حتی. یا رفته سیغه کرده یا خلاصه فساد اخلاقی رو داشته بدون اجازهش، نمیدونم. به هر صورت فحلفت له ما فعلتو، این کفتر ماده هی قسم میخورد به خدا من کاری رو نکردم، سیغه نشدم، هیچ در چیز قسم میخورد. اون کفتر نر قبول نمیکرد. فقال ترضى به محمد ابن علی، راضی هستی بریم پیش محمد ابن علی امام باقر؟ و شاید هم که امام باقر خودش نکاحشون رو بسته بوده، پیش رفتن برای حل اختلاف خودشون. فرضی ابی میگه این دوتا بیچاره اومدن راضی شدن که من برایشون قضاوت بکنم. فاخبرته انه لها ظالم، من بهش گفتم به اون کفتر نر که نه تو اشتباه میکنی، این بنده خدا پاک دامن هست و خلاصه نه سیغه شده و نه هم با مرد نامحرمی در ارتباط در واقع نیست. جالب است، من وقتی که این روایت رو خوندم الان اگر ائمه این کرامت رو داشته باشند، معجزه رو داشته باشند که صدای پرندگان رو بشنوند، خب یک معجزه هست. اما سوال اینجاست که آیا این پرندگان و حیواناتی که ائمه با آنها صحبت میکردن اونها هم معجزه داشتن، زبان آدمیزاد رو میفهمیدند یا خیر؟ اگر زبان آدمیزاد رو میفهمیدند خب ائمه با زبان خودشون صحبت میکردن، با زبان عربی اون کفتر و اون گونه که در اینجا آمده طیر و بهیمه و چارپا و الاغ و گاو و مرغ و خروس همه میفهمیدن. اما فاجعه در اینجا هست که اگر ائمه بخواهند با زبان این حیوانات با حیوانات صحبت بکنند، شما تصور بفرمایید که ائمه چه ادا و اطفالی رو از خودشون در می آورند، چه صداهایی رو از خودشون در می آورند تا اینکه با یک کفتر یا با حیوانات دیگری در واقع صحبت بکنند. اینا در واقع یک نوع به تمسخر گرفتن ائمه هست واقعا. و ساحت مقدس و محترم این ائمه از چنین روایاتی و از چنین جعلیاتی و از چنین تمسخرهایی واقعا پاک هست و ما معتقد هستیم که اینها بی‌حرمتی به این ائمه بزرگوار هستند و جایگاه این ائمه محفوظ هست. علمی رو که داشتند، کرامتی رو که داشتند، شرافتی رو که داشتند محفوظ هست، اون گونه که من از کتاب اهل سنت و جماعت برای شما و بینندگان عزیز اینو نمایش دادم. جزاکم الله خیر. اگر که ائمه زبان اینا رو میدونستن، خب امام حسین باید در کربلا به زبان اسبا به همه اسبا میگفت که اینا که سوار شما هستن اینا رو بزنید به زمین، دیگه فاجعه هم رخ نمیداد در کربلا. غیر از این در روایات و در آیات وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که حتی شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان یهودیا رو بلد نبود، زبان عبری بلد نبود. اونا وقتی می اومدن که میگفتن راعینا به معنی یعنی یک انسانی که کم خرد هست و اینو خطاب میکردن رسول الله صلی الله علیه وسلم رو، ایشون متوجه نمیشدن که منظورشون چی هست و زبانشون رو نمیفهمید تا اینکه خطاب اومد از جانب الله متعال از طریق وحی بهشون خبر رسید که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، این راعینا رو استفاده نکنید، این حرف معنی بدی رو داره. اما خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع متوجه نبودن. الان رسول الله زبان عبری رو نمیفهمید، زبان آدمیزاد رو نمیفهمید که غیر از عربی بودن، اون وقت فرزندانش ائمه حتی زبان پرندگان و چرندگان و خزندگان رو همه رو میدونه. بله، جزاکم الله خیر. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی کنید. من از تبریز مزاحم میشم. بفرمایید برادر عزیز. الو. بله بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. نظرتون در مورد این تناقضاتی که الحمدلله، نظرتون در مورد تناقضاتی که در کتاب کافی و دیگر کتب شیعه وجود داره چیه برادر گرامی؟ بشم من متوجه شدم، یه بار دیگه میشه بپرسید؟ گفتم نظرتون در مورد تناقضاتی که در کتب شیعه وجود داره، چرا در این کتاب ها این تناقضات وجود داره؟ آقا مشکل الان منصور هستم، شیعه هدایت یافته از تبریز. بفرمایید آقا مسعود، بفرمایید برادر عزیز. چون مذهب ریشه این از عبدالله ابن سعبه یهودی درست شده، به خاطر این هر کس نشسته واسه خود یه روایت های نوشته. درست. مثلا در اصول کافی که من امروز استاد عبدالقدوس دهقان اشاره میکردن که دیوار رو نگه داشت مادرم از زیرش داشت، من خودم تو کتابخانه اینو خونده. درست. هر کس بخواد به نظر من هدایت یا مثلا راه هدایت رو واسه خودش جور کنه، فقط خزعبلات اینا رو بخونه. درست. کاملا درست میفرمایید. یعنی هیچ چیزی نداره. درست. تشکر میکنم برادر عزیز و بزرگوار. بفرمایید. تشکر از برادر عزیز و گرامیمون از تبریز. بله، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید. لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ ابراهیم هستم، از ایران زنگ میزنم. آقا ابراهیم از ایران. آقا این جابر هیچ تناقضی نداره. آها. چون وقتی که آقای خمینی هم فوت کرد یه جابری درست کردن به اسم آقای هاشمی، یه حدیثی آورد گفت من شنیدم که باید فلانی رهبر بشه. دیگه خیلی جای عجیب و چیزی نیست آقای انصاری. درست میفرمایید. نمیدونم نظر شما هم در این باره. بله، واقعا این بدبختی بود که ایران رو گرفتار شخصی مثل خامنه‌ای کردن با اون حدیث جعلی که آقای هاشمی رفتن. این جابرها خیلی زیاد شده، خیلی زیاد هستن تو تاریخ. درست. تشکر میکنم آقای ابراهیم. الله از زبان جابر ساختند. امام حضرت جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه این گونه نبودند. صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و قطعا چنین خزعبلاتی و چنین تناقض‌گویی هایی از ایشون ثابت نیست. من عرض کردم که این روایت جعلی هست، بی ارزش هست. بهترین روایت این باب که از زبان جابر ابن عبدالله نقل کرده بودند، من چندین تناقض را آوردم که این در واقع نشانگر این است که اینها از زبان جابر ابن عبدالله ساخته شده و اقوال جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه نیست. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا هستید؟ من اولین بار بعد از زمانی که این شبکه شما دایر شده، من اولین بار که موفق میشم با شما تماس بگیرم. الحمدلله. خوبه جناب آقای انصاری؟ زنده باشید، سلامت باشید. دهقان هم عرض سلام و خسته نباشید. سلامت باشید. السلام و رحمت الله و برنامه خوبتان. من محمد هستم، از زاهدان تماس میگیرم. آقا محمد بزرگوار از زاهدان. برادر گرامی، در مورد برنامه اگر اظهار نظری دارید میشنوید. برنامه‌تون رو همیشه نگاه میکنم، همیشه برنامه‌تون نگاه میکنم و پای تلویزیون همیشه نشستم، حتی ممکنه از اول برنامه تا آخر برنامه هم نشستم پای برنامه‌تون. و ازتون تشکر میکنم و اینه که این پایه اساس، من با اهل تشیع من بزرگ شدم. درست. حتی سالهای سال من تهران بودم، با برادران اهل تشیع بزرگ شدم اونجا و چون اینا یعنی اصل و اساس پایه ریزش از اول کج گذاشته شده. از همون اول کج بوده و تا آخرش اینا بر حال سعی هم نکردن، تلاش نکردن یعنی اینو درست بکنن. بر همین مبنای کج همینجوری اومده و حتی الان کل یعنی اکثر برادران اهل تشیع رو همینجوری به بار آوردن. من تو اون خانواده مثلا تشیعی که بودم، سالهای سال 5 سال با اون بندگان خدایی که اونجا بودن، یعنی حتی اونا اون موقع من نمیدونستم، به من میگفتن که عمر فلانه، عمر میگفت حضرت زهرا رو کشته و شهید کرده. من گفتم که همچین چیزی چی نداره. گفتن نه، گفتم نمیدونی، تو باید بری تحقیق بکنی. بعد علی کل حال یعنی اینه که و اگر میخوان واقعا اگر این ریشه یابی و درست بشه، هر کسی رو خداوند بهشون عقل داده، فهم شعور داده، یعنی به نظر من خودشون باید برن دنبالشون. درست. یعنی اگر به حرف این آخونده ها بشن گوش بکنن، اگر به حرف این ملاها گوش بکنن، فکر نکنن هرگز به راه درست و راه صحیح برسن. درست. تشکر آقا محمد بزرگ. خودشون تلاش بکنن، کوشش بکنن که انشالله هر کسی ها به راه درست و راه تلاش رو انشالله. و از برنامه خوبتون تشکر میکنم. تشکر از شما برادر بزرگوار. از شما جناب آقای انصاری و از جناب مولوی دهقان که واقعا سر ما جا دارید. سلامت باشید. همتون و این اولین باره که خیلی کوشش میکنم تماس میگیرم ولی موفق نشدم. اولین بار موفق شدم. الله متعال تشکر میکنم. زنده باشید. ما هم خوشحال شدیم که صدای شما رو شنیدیم برادر عزیز. زنده باشید. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما برادر عزیز. خدا نگهدار. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. شبکه وصال. شبکه وصال، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از اهواز زنگ میزنم. از اهواز؟ آره. بفرمایید برادر عزیز، نظرتون در مورد تناقضاتی که در کتب شیعه وجود داره که نمونه‌های اونو ما در مورد جابر ابن عبدالله انصاری و امام محمد باقر بیان کردیم چیست؟
صدای تلویزیونتون ببندید برادر بزرگوار. الو. بله سلام علیکم. بیننده گرامی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. مهدی هستم از تهران. آقا مهدی بفرمایید برادر بزرگوار، در مورد تناقضاتی که در برنامه مطرح شد در کتب شیعه اگر مطلبی دارید بفرمایید. من فقط می‌خواستم یه سوالی بپرسم چون همین الان برنامه‌تون رو دارم می‌بینم. آقا مهدی این برنامه پرسش و پاسخ نیست. روزهای دوشنبه میتونید زنگ بزنید سوالاتتون رو بپرسید. ما در این خواهش می‌کنم آقا مهدی بزرگوار، بپرسم. آقا مهدی بزرگوار، ما در این برنامه یک سری تناقضات رو از کتاب اصول کافی و دیگر کتب شیعه بیان کردیم در مورد امام بزرگوار محمد باقر. اگر در این مورد مطلبی دارید خوشحال میشیم که بشنویم. باشه خیلی ممنون. من بعداً زنگ میزنم. تشکر از شما برادر بزرگوار. بله سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز شما رو خط هستید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. لطف کنید دست کنید آقای انصاری. میشه خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ سالار هستم از کردستان ایران. بفرمایید برادر عزیز شما وصل هستید در استودیو. بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. خسته نباشید انصاری. سلامت باشید برادر عزیز. نظرتون در مورد تناقضاتی که در کتب شیعه وجود داره چیه برادرم؟ الو آقای انصاری. جان بفرمایید. الو. برادر عزیز از کردستان صدای شما داره پخش میشه، از فرصت استفاده کنید بفرمایید. خوبی، خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری من میخواستم بگم که تناقض برای جایی میشه که اقلا 4 تا کلمه حرف درست میان این کتب و این علمای این آقایون باشه. اینا که همه حرف و کلامشون همش تناقض دیگه. درست. یک کلمه راست شما از اینا میشنوید تا بگیم این تناقض داره اینجاست. یکی. دومی که من یه انتقادی دارم از این روحانیای خودمون، از این ملاهای خودمون که به خاطر یه 5 کیلویی روغن، یه بونی برنج، یعنی شرفشون رو گذاشتن برای امثال این قزوینی‌ها. 4 کلام ما از سنت پیغمبر از دهن اینا نمیشنویم. خواهش میکنیم تو برنامه‌تون بگید به اینا. آخه تا کی؟ باشه چشم. در این مورد انشالله استاد صحبت. یعنی ما الان 5 کلمه از شما میشنویم. خدا شما رو نگه داره. از سنت پیغمبر، از راه و روش خلفای راشدین. والله از این مولای خودمون یک کلمه ما در این مورد نمیشنویم. درست. چشم انشالله در این مورد حضرت مولانا صحبت خواهند کرد. تشکر از شما برادر عزیز. دستتون در نکنه. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. بله سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم مالیا. علیکم السلام. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی و خودتون رو معرفی کنید. من از فارس زنگ زدم. بفرمایید برادر عزیز نظرتون در مورد تناقضاتی که در دین شیعه وجود داره چیه در کتاباشون؟ شیعه یک دین خوبی است. ما شیعه و سنی برادرند. برادر عزیز من در مورد اخوت و برادری صحبت نکردم یا سوال نکردم، در مورد تناقضاتی که وجود داره در کتب شیعه. چرا این همه تناقض وجود داره؟ تناقضی وجود نداره برادر من. من تشکر میکنم از شما. شما برنامه رو دیدید از اول تا الان؟ برادر من. خب من تشکر میکنم. مثل که ایشون تازه از خواب پا شدن برنامه رو کامل ببینن انشالله متوجه تناقضات میشن. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید.
الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام با آقای انصاری و مولانا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز گرامی، نظرتون در مورد تناقضاتی که وجود داره در دین شیعه چیه؟ تناقض کو دین شیعه کو هم تناقض و تلبیس و دروغ و همچین چیزهایی دیگه. دین شیعه کو دین اساسی نیه که بله. بعد ما می شبکه ولایت را مال نگاه میکردم، اینا یک دروغای دیگه میگفت که وابیا ماهی چون خونه خدا تبر چون منفجر کند. آقای انصاری همو چیزی که اینا مواد میبردم به خونه خدا منفجر میکردم، همو که بگرفته بود از اینا عربستان. اگر میشه همو کلیپ از اینا پخش کنیم که همین چیز از اینا بیاد، از اینا بیایه که کی ماست منفجر کنه خونه خدا. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. زنده باشیم. تشکر. زنده باشیم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، لطفا خودتون رو معرفی کنید. بله بفرمایید. بنده حسینی هستم، می‌خواستم صحبت کنم. آقای حسینی برادر بزرگوار بفرمایید. شما رو خط هستید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موضوع برنامه تناقضاتی که در مورد امام محمد باقر وجود داره در کتب شیعه. بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه. عزیزم شما تناقضاتی که درباره شیعه فرمودید مگه در تناقضات درباره شما و دین شما نیست؟ شما خودتون دینتون کلا تناقضاته. چطوری میتونید درباره شیعه صحبت کنید که خودتون شما پر از تناقضات صحبت میکنید؟ برادر عزیز آقای حسینی، پر از تناقضه. شما چیز امارسیس هستید و الان هم دارید کلا دارید شیعه سنی رو به هم میریزید. چطور شبکه ولایت شبکه فلان بیسا سنی رو میکوبه و شما شبکه به سال حق و کلم و اینا دارید شیعه رو میکوبید؟ این تناقض وجود نداره؟ کجاش تناقضه برادر؟ این درگیری بین تناقضه. آقای حسینی، شما چطوری میتونید که من تناقض صحبت نمی‌کنم؟ آقای حسینی، شما در 1400 سال پیش الان داره قدش میکنید آقای انصاری. آقای حسینی، شما دارید در 1400 سال پیش صحبت میکنید. و هر سالش هر کسی یک کتاب هم نوشته باشه همش تناقضه. آقای حسینی، تناقض وجود داره. آقای حسینی، چطوری میتونید که سنی تناقض نداره؟ در حالی که شما خودتون هم قبول ندارید. آقای حسینی، شما مذهب دارید، شافعی، حنبلی. برادر عزیز، برادر عزیز، آقای حسینی، آقای حسینی، آقای حسینی، برادر بزرگوار، برادر بزرگوار، یک لحظه من دیگه رو هولد بذارم که شما کمی سر صداتون خاموش بشه. برادر بزرگوار، ما اینجا داریم علمی و منطقی صحبت میکنیم. اگر تناقضی در اعتقادات ما وجود داره، ببینید امامت جز اعتقادات مذهب شماست. اگر در امامت تناقض وجود داشته باشه، یکی از اصول اعتقادی شما باطل میشه. شما اگر قطع کردن رفتن، اگر شما واقعا عقل دارید، منطق دارید، شعور دارید، تماس بگیرید، علمی بگید که آقا فلان قسمت از اعتقادات شما تناقضات توش هست. اما اینطوری که شعار بدید و جوش بزنید و یه لیوان آب سرد نوش جان بکنید، آروم بشینید، کتاباتون رو مطالعه بکنید، جواب علمی بدید. برادر بزرگوار، بله سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده عزیز، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ الو. بله سلام علیکم بیننده گرامی، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبین آقای انصاری؟ سلامت باشید، خودتون رو معرفی کنید برادر عزیز. من هادی هستم از شهرستان جوانرود. برادر هادی، در مورد تناقضاتی که در کتب شیعه وجود داره خیلی مختصر در 1 دقیقه بفرمایید، در خدمت شما هستم. میخواستم عرض کنم خدمتتون که تمام شیعه همشون رافی هستن. اگه میشه یه داستانی میخوام برای تعریف کنم که بینندگانم بشنون. خیلی کوتاه در 1 دقیقه، چون وقت برنامه به پایان رسیده، بفرمایید. یکی از فامیلای ما رفته بود مشهد، میخواست از امام رضا شفا بگیره مثلا. درست. رفته بود هر کاری کرده بود نتونست بود به حرم امام رضا.
خلاصه با هر بدبختی بود یه ویلچر گیر آورده بود که خودش رو برسونه به حرم امام رضا. درست. بنده خدا یه مقدار زیادی هم پول همراهش بود. وقتی موقعی که رفت روی ویلچر رو خواسته بره جلوتر، یکی میاد کیفشو میزن. اینم که میبینه کیفشو زده، از روی ویلچر بلند میشه، داد میزنه کیفم آوردن. مردم میدونم که اونجا جمع بسته بودن همشون خیال کردن که این امام رضا شفاش داده. اومده بودن ریخته بودن سرش، تمام لباساشو به عنوان تبرک ازش گرفته بودن. لا حول ولا قوة. با تشکر از برنامه خوبتون. خدا نگهدار. تشکر شما. خدا نگهدار. جناب استاد هم لباس بردن هم کیف پول بردن. برادرمون از کردستان گفتن این علمایی که میرن و اونجا در شبکه ولایت خیلی مختصر. اولا من عرض بکنم خدمت این بیننده عزیزمون که الحمدلله در ایران با وجود تمام فشارهایی که هست، با وجود تمام تنگ نظری هایی که وجود داره، با وجود تمام کم لطفی و بی‌مهری هایی که نسبت به اهل سنت و الجماعت وجود داره، الحمدلله اهل سنت و الجماعت هستند، علمایی رو دارن در داخل ایران که ندای حق و حقیقت را و اعتقادات اهل سنت و الجماعت را بدون هیچ خوف و هراسی برای مردم بیان میکنند. اهل سنت و الجماعت اهل تقیه نیستند که دین خودشون را به آخرتشون، دنیا را به آخرت در واقع بفروشند و عوض بکنند. پس بنابراین علمای زیادی رو ما داشتیم در داخل ایران و داریم که حقگو هستند بر روی منابر جمعه، در مدارس، با کتاب‌هایی که دارند، با دعوت میدانی و فردی که دارند، الحمدلله حقایق رو برای مردم بیان میکنند. نمونه‌هایش مانند شیخ ضیایی، علامه دکتر سیاد و بسیاری دیگر از علمای راستگو و راستین اهل سنت و الجماعت که مصائب و سختی‌ها را به جان خریدند و حقیقت رو برای مردم بیان کردند و امروزه هم امثال این افراد در جامعه اهل سنت و الجماعت الحمدلله که زیاد است. منتها چه بسا افرادی باشند ضعیف الایمان باشند که مصلحت دنیوی رو ترجیح بدهند یا موقعیتی رو نداشته باشند و ایمان قوی رو نداشته باشند که در مقابل تهدیدها و زر و زوری که شیعه دارند در واقع مقاومت بکنند. چه بسا چنین افرادی هم وجود داشته باشند. این افراد معذوری هستند، افراد ضعیفی هستند، معذور هستند و شما نباید از این افراد در واقع انتظار بیشتر از این رو داشته باشید. در مقابل این علمای بزرگواری رو ما داریم، راسخ هستند، استقامت داشتند و حقیقت رو برای تمام مردم الحمدلله بیان کردند و بیان خواهند کرد و خصوصا که الله متعال این فرصت رو به اهل سنت و الجماعت داده که ندای توحید امروزه در تمام خونه های اهل سنت و الجماعت وجود داره و این نعمت رو باید ما سپاسگزاری بکنیم. بله. جزاکم الله خیر جناب استاد. ما فقط 2 دقیقه وقت داریم، 1 دقیقه از شما، 1 دقیقه برای خداحافظی. من عرض میکنم این برادر اول ما تماس گرفتن منصور بودند یا از مسعود از یزد تماس گرفتن. من این مطلب رو بارها خدمت بینندگان عزیز بیان کردم، خصوصا شیعیان. ما شیعه رو دعوت نمی کنیم برای این که بیاد حق و حقیقت رو دریابد، برود کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم رو بخواند یا کتاب‌های اهل سنت و الجماعت رو برند مطالعه بکنند. دعوت ما، فراخوان ما این هست که اگر واقعا می‌خواهید که پوچ بودن مذهب شیعه و رفض را دریابید و به حقیقت برسید، کافی هست بروید برترین کتاب مذهب خودتان، کتاب اصول کافی را بروید مطالعه بکنید. هر یک از ابواب این کتاب را، هر یکی از کتبی رو که در این کتاب در واقع درج شده، هر یکی از روایاتی که در این کتاب شما وجود دارد، بروید با دیده تعقل و تدبر بخوانید، مطالعه بکنید، قطعا شما به حق و حقیقت هم خواهید رسید. همین مطلبی که برادر بزرگوارمون جناب آقای مسعود یا منصور بیان کردند که مشاهده کردن و دیدن و پی بردن به خزعبلاتی که در کتاب‌های اساسی و دست اول شیعه وجود دارند، این واقعا هدایتگر هست. انسان‌هایی رو که در پی حق و حقیقت هستند، قطعا اونها را به راه راست و صراط مستقیم راهنمون خواهد شد. بله. جزاکم الله خیر. من انشالله در مورد جریان انفجاراتی که قرار بود در مکه انجام بده دولت ایران، انشالله در برنامه آن روزه که صحبت خواهیم کرد، چون جاش این برنامه نیست. منتظر روز سه‌شنبه باشید، مفصل در این مورد انشالله صحبت میکنیم. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه حجت بی حجت بودید و تشکر من و شما عزیزان تقدیم حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که واقعا زحمت کشیدن و این تناقضات را از صحیح ترین کتب شیعه از اصول کافی بیان کردن. جزاکم الله خیر. و تشکر میکنم از تک تک همکاران عزیز و بزرگوار ما، نوجوانان واقعا صبوری که در بخش کنترل شبکه شبانه روز زحمت میکشن، از احمد آقا، برادر عزیزمون فرید و همه عزیزان دیگری که اسمشون رو نمیبرم.
الله یار نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.